خوش اومدید به انرژی خوانی خودتون. نماد کلید رو انتخاب کردید. این یک انرژی خوانی متفاوته. میخوایم ببینیم که چه استعدادی، چه تالنتی شما دارید که ممکنه تا الان خیلی بهش توجه نکردید یا میدونیدش، میشناسیدش، ازش استفاده نمی کنید. ببینیم که کائنات، تاروت و اوراکل ها چه در واقع پیامی دارن، چه چیزی میخوان بهتون بگن و اون استعداد یا هدیه‌ای که در وجود شماست از سمت کائنات چه چیزهایی میتونه باشه. شاید چند تا چیز باشه، حتی چند تا ویژگی و استعداد باشه. من دوست دارم کارت ها رو از چند تا دک کارت بکشم، بعد تفسیرشون کنم. امروز احساس میکنم که به این شکل خیلی بهتر خواهد بود. قطعا شما تعدادتون زیاده توی هر گروه و هر کدومتون شخصیت متفاوت خودتون رو دارید و استعدادهای خودتون. این یک فال کلی هست. چقدر قشنگ این کارت خودش افتاد. یه فال کلیه ولی خب مسلماً پیامی براتون داره که خودتون متوجهش میشید. شاید یک علامتی بده بهتون، مثلا راجع به یک استعدادی در کودکی هاتون شاید داشتیدش یا به یک چیزی فکر میکردید اخیراً. اگر اینجوریه که قطعاً یه نشونه است براتون. خب دوست دارم فعلا از این دک، چند تا دکی که انتخاب کردم براتون باز بکنم. نایتینگل. این گیل فکر میکنم این مرغایی هستش که، پرنده هایی هستش که شبا میخونن. نمیدونم، فکر کنم توی فارسی ما بهش مرغ حق میگیم اگر اشتباه نکنم، یا البته همون بلبل و اینا هم معنی میده ها چون خیلی کوچولوه، ولی پرنده هایی که خیلی توی شب میخونن، مثلا از اسمش هم پیداست، نایت داره، توی شب خوندن، توی تاریکی، توی شاید یک چیز خیلی متفاوت و خاص. بذاریم ببینیم حالا کارتای دیگه چی هست. ببینید چقدر متفاوته. لیو رو دارید، نپتون، به به خیلی خاصید شما، و نورس نود شمالی. 2 تا سیاره رو بهتون داد، یک نشان. خب خیلی جالب شد، برای اینکه لیو اصلا به معنی درخشیدنه، متفاوت بودنه، لیدر بودنه، خاص بودنه. نپتون هم اون پس ذهن، دقیقا شبیه این علامت شب یا تاریکی یا چیزی که همه توش یه کاری رو انجام نمیدن. نپتون هم همینه. نپتون دنیای ناشناخته هاست، پس ذهن شماست، رویاهای شماست، الهامات شماست. و نود شمالی آینده شماست. انگار یه چیزیه که شما یا دارید بهش میپردازید، به سمتش دارید میرید، یا در آینده بخواید یا نخواید این کار رو انجام میدید، به این استعدادتون میپردازید. ببینید سایر کارت ها چی میگن. بیبلیکال خیلی به معنی بایبل یا انجیل هست، یعنی به اصطلاح یه جور رجوع داره به یک هنر، یک استعدادی که خب باستانیه و ریشه های فرهنگی حتی دینی شاید داشته باشه. میدونید چرا؟ هم اینجا بایبل رو داد، یک جور ارجاع داد، هم نپتون رو دارید، هم نایتینگل. یعنی چی؟ یعنی انگار این هم یک وجه خاص بودن داره، چون بیبلیکال خیلی اوقات به معنی بزرگ بودن، خاص بودن و متفاوت بودنه. البته این فرد اینجا داره نجاری میکنه یا تراش چوب انگار داره انجام میده، که میدونید که توی داستان ها یا تاریخ نوشته شده که مسیح نجار بوده. حالا این صرفا این یک نماده، نه اینکه شما همتون باید نجار بشید یا نجاری. شاید به نظر من ساختن یک چیزهایی، چون خونه 5 و لیو رو بهتون داده، ساختن یک نمادهایی از یک چیز خیلی بدون فرم، بدون شکل، یک شکلی رو در آوردن، کارهای خیلی بزرگ و به ظاهر البته سخت، چون انگار برای شما سخت نیست، استعداد ذاتیتونه. کارهای بزرگ و سخت انجام دادن
که هر کسی از پسش بر نمیاد میتونه یکی از استعدادهای شما باشه. البته هر چی جلوتر میریم برامون بیشتر روشن میشه. شاید یک چیزی هستش که در خون شماست، در خانواده شماست، یعنی اجداد شما بهش میپرداختن، چون میتونه یه چیز باستانی باشه، به خاطر همین نپتون رو داده، یعنی شما اینو به ارث بردید. مثلا ممکنه که الان کسی تو خانواده‌تون انجامش نمیده ولی توی ذهن شما ثبت شده، یا در زندگی های گذشته شما اون انجام میدادید، به خاطر همین پس پرده تو ذهنتون کدش هست و شما این استعداد رو دارید. پس ممکنه با دست هاتون خیلی خوب کار میکنید، یک چیزهایی رو میسازید، مثل مجسمه، شاید عروسک، همین کار نجاری، کار با ابزار. ببینیم دیگه چی میگن. آتلانتیس، بله، این یک استعدادی هست که شما قطعا در زندگی های گذشته بهش پرداختید. آتلانتیس اون به اصطلاح شهر یا فرهنگ خیلی باستانی بوده که خیلی پیشرفته بوده. تو افسانه ها و داستان ها البته میگم، ما نمیدونیم بالاخره این داستان واقعیه یا افسانه است، که بوده یک آرمان شهری به اصطلاح که فرهنگش، اقتصادش، سیاستش، دانشش خیلی پیشرفته بوده، حتی خیلی پیشرفته تر از دنیای الان، ولی نابود شده و خب بعد دوباره از صفر شروع شده همه چیز و الان تو این جایی که هستیم حتی اون موقع میتونست از این پیشرفته تر هم باشه. انگار شما از یک پیشینه خیلی متمدنی اومدید. البته اینم بگم خیلی جالبه، میتونه آواز هم باشه. چرا؟ چون این پرنده هست داره آواز میخونه، این لیوه داره خودشو نشون میده، میتونه شبیه استعداد اکتینگ، بازیگری، آواز باشه. برای همتون یکسان نیست، قطعا برای هر کدومتون خودتون دارید برداشت های شخصی خودتون رو برمیدارید. آواز خوندن، اکت کردن، شاید حتی میتونه ذهن خوانی یا به نظر من تراپی هم باشه، یه جور تراپی کردن نپتون. یه چیزی بگم، به نظر میاد مجموعه ای از استعدادها رو از زندگی‌های گذشته شما آوردید که میتونید آینده رو تغییر بدید. نورس نود به معنی آینده است. بیبلیکال و آتلانتیس هر دو فرهنگ‌های خیلی قدیمی و متمدنن، یعنی ریشه دارن، اصالت دارن، ولی من فکر میکنم که شما میتونید در ساختن تمدن و فرهنگ آینده نقش داشته باشید به وسیله اون چیزی که راجبش صحبت میکنید یا میخونیدش، مثلا حالا آوازه یا راجب یه چیزی صحبت میکنید، اکت میکنید، اقدام میکنید، یک چیزی رو لید میکنید، یعنی مدیریت میکنید، پیشروی یک مسئله‌ای میشید و نپتون میتونه یک عقیده‌ای باشه. ببینید اولش یکم سخت بود برام که بتونم، خب اگر جدا جدا بخوایم حساب بکنیم، آره خیلیاتون اینجا هستید صدای قشنگی دارید، میتونید آواز بخونید، خیلیاتون اینجا هستید ظاهر خوبی دارید، ممکنه که توی مد، فشن میتونید مثلا میتونید توی مدلینگ مثلا بدرخشید، میتونید بازیگر باشید، میتونید کسی باشید که در رأسه و دیده میشه و حرفه‌ای، حتی یه گروه رو هدایت بکنید، مثلا برای خودتون یه گروه تئاتر یا فیلم بسازید برای مثال. خیلیاتون که اینجا هستید نپتونیانید، یعنی میتونید بنویسید، همه اینهایی که قرار اجرا بشه رو شما بنویسید، مثل یه قطعه موسیقی ساختن، مثل یک داستانی نوشتن. همه اینها این آینده رو میسازه. این آینده چیه؟ یک تمدنه که برگرفته از یک سری مهارت هاست، اما این تک تکه. پس خیلیاتون اینجا هر کدومتون ممکنه این استعدادها رو داشته باشید، اما به صورت کلی همتون که تو این گروهی کلید، شما باز کننده قفل ها هستید. خیلی داره برام واضح میشه. شما میتونید ببینید، باور کنید، واقعیته. من ایمان هنوز من تاروت باز نکردم، ولی کلا بعضی اوقات برای خودم میخوام یه مثالی براتون بزنم، خیلی تجربه شخصیمه. نمیخوام بگم تاروت های من خوبه یا من بلدم مثلا این کارو بکنم. بعضی روزا صبح‌ها مثلا یه مود عجیبی دارم، میگم بذار یه کارت بکشم برای امروزم. بعد یه چیزی میاد که یه خورده منو اذیت میکنه، میگم خب
من که امروز کار خاصی ندارم، جایی که نمیخوام برم، همون کارهای همیشگیمه، چرا مثلا یه کارتی که حالا مثلا منفیه یا بعضی اوقات خیلی مثبته، میگم مثلا چه چیزی میتونه باشه که خیلی خارج از اون روتینمه. و اتفاقایی میفته که تا شب مثلا یادم نمیاد اون کارتو کشیدم و شب که مثلا حالا اون روزم خیلی سخت گذشته یا خیلی خوب گذشته، وقتی فکر میکنم به اون کارت میگم واو، دقیقا همون انگار رقم خورد برام. و وقتی اینجا اینو بهتون میگم باور کنید که شما میتونید تغییر دهنده فرهنگ باشید. شما میتونید توسط اون استعداد و هنری که دارید آینده رو بسازید. یعنی یک آرمان شهر، یک زندگی آرمانی، شهر نه، زندگی آرمانی که پر از مهارت، پر از تمدن. این شخص داره با این چکش میسازه، داره این چوب رو با این به اصطلاح مقارش تراش میده. یعنی یه چیزی رو شما میتونید شکل بدید، تراش بدید، تغییر بدید و باعث ساخته شدن یک هنر رویایی، یک زندگی رویایی، یک فرهنگی بشید در آینده. پس شما نقش دارید. سنتون کمه، زیاده، فرق نداره، شما نقش دارید. ببینید مثلا میدونید که هنرمندا واقعا نقش دارن توی آینده، حتی اگر یک خواننده ساده باشن، چون اون چیزی که میخونن، اون وایبی که ارائه میدن قطعا تو ساختن آینده، تو روحیه مردم تاثیر میذاره. پس شما نقش خیلی موثری هم دارید، چون روی فکر دیگران، نپتون ویژنه، توی فکر دیگران، توی تغییر اون ذهنیت، پرسپشن یعنی میزان پذیرش، میزان آگاهی دیگران حتی تاثیر میگذارید. بذارید بریم تاروت بهتون چی میگه. یکی از این کارت ها پریده بود، فکر میکنم این بود، 7 چوب. 7 چوب. ببینید این فرد رو ایستاده و داره با خیلی از این چوب ها می جنگه. این میتونه البته که مثل لیو جنگجو بودن، استقامت هم باشه. و 10 چوب، چه جالب، چوب هم دارید همش. به نظر من این 10 چوب رو ببینید چطوری این 10 تا چوب رو داره هول میده میبره با خودش، یا به اصطلاح بلندش کرده از روی زمین. یک باری هست و اینجا هم داره در مقابل این چوب ها می ایسته، یه جورهایی داره می جنگ. من فکر میکنم شما یک بار مسئولیتی رو هم به دوش میکشید، حتی از گذشته های دور. و البته ممکنه توی همین زندگیتون هم خیلی هاتون یک مسئولیت مهمی دارید، مثلا تو همون جایی که هستید، حالا یا یک نقشی دارید، سمتی دارید، شاید سخنگوی یک بخشید، مثلا پرزنتر هستید، شاید خیلیاتون بازاریابید، خیلیاتون شاید یه کاری رو دارید برای خودتون درست میکنید که نقش هد گروه، رئیس، مدیر، لیدر رو دارید و این در آینده خیلی تاثیر بزرگی میگذاره. حالا این دوتا کارت رو اگه بخوام به تنهایی تعبیر بکنم، خیلی هاتون اینجا استعداد ورزشی خیلی بالایی هم دارید، چون خیلی به فیزیک، بدن مربوط میشه. بیبلیکال هم این کار جسمانیه. خب یک جورهایی از دست، از بدن، از قدرت فیزیکی استفاده کردن. من فکر میکنم شماها خیلی هاتون اینجا میتونید اجسام رو بسازید. میتونید ببینید انگار این خیلی شبیه این کسیه که داره چکش میزنه، انگار داره توسط یک انرژی، این قدرتی که در دستشه، یعنی این چوبه، در مقابل سایر انرژی ها میسته یا به بقیه اونها شکل میده، یعنی ساختار یک چیزی رو حفظ میکنه یا میسازه. و این 10 چوب که داره یک چیز سنگینی رو تکون میده، حرکت میده، به نظر من شما خیلی هاتون میتونید با اجسام سنگین خیلی خوب کار بکنید. شاید توی شهرسازی، واقعا توی معماری، ببینید آتلانتیس، بیبلیکال، لیو هست. به نظر من خیلی هاتون اینجا تو معماری، تو ساختن بناها، ترمیم، مرمت به اصطلاح میگن، مرمت آثار تاریخی خیلی استعداد دارید. قطعا خیلی هاتون اینجا دارید متوجه میشید من چی میگم. یعنی یهو یه جرقه میزنه، آها من این کار رو قبلا دوست داشتم انجام بدم، من یا مثلا یه بار خوابش رو دیده بودم، چون نپتون ویژنه، انگار یک چیزی پس ذهن همتونه وجود داره، پس پرده، و به ارث بردیدش یا از زندگی‌های گذشته با خودتون آوردید
و توی این زندگی توسط چالش ها، سختی ها، توسط گاهن ابراز کردن خودتون، صحبت کردن با دیگران، کدهاش براتون باز میشه. شما متوجه میشید که هم قدرت فیزیکی بالایی دارید، هم از دستهاتون، هم از فرهنگ و تمدنی که با خودتون آوردید میتونید استفاده کنید، آینده رو بسازید. حالا این آینده چیه؟ این آینده فرهنگ یک جامعه است یا این آینده شهره، همون خونه هاست، همون نماد هاست. پس آینده میتونه مجموعه ای از چیزهای فیزیکی لیو و معنوی و روحانی نپتون باشه. آینده در دستان شماست. شما از طریق خیلی از چالش های زندگی، برداشتن موانع و سرپا شدن، میتونید یک بار بزرگی رو با خودتون حمل بکنید و به دوش بکشید. این بار بزرگ میتونه مسئولیت مثلا ساختمان هایی باشه که میسازید یا طراحی هایی که میکنید، یا همون میتونه بار فرهنگ، بار تغییر، بار پیش بردن یک هدف، حتی به سختی و سنگینی باشه. حتی به سختی و سنگینی. بذارید سوال بپرسم از تاروت که آیا شما الان این کار رو دارید انجام میدید یا نه، یا حالا میشناسیدش؟ شاید به بهمون یک پیام هایی بده که بعضی از کارت های این دک برعکسه. نه، شوالیه سکه برعکس ممکنه که انجامش نمیدید. این قطعا پتانسیل درونی شماست، چون شوالیه سکه پتانسیل بالایی داره، خودش کنده و وقتی که برعکس میاد یعنی ممکنه کاملا دست نخورده است این پتانسیل. حتی 2 چوبی که بهتون داده، 7 چوب و 10 چوب، نشون دهنده اینه که شاید شما مقاومت هم دارید در برابر این استعدادتون. هم سخت میشناسیدش، هم شاید میترسید ازش و فکر میکنید یه کار خیلی سنگینه. حتی اگر مثلا آواز خوندنه، مثلا نوشتنه، یا خیلیاتون شاید مثلا کارهای فرهنگی اجتماعی میتونید انجام بدید توسط هنرتون، توسط نوشتن، توسط مثلا اعلام کردن، صحبت کردن، نظراتتون رو گفتن، شاید پادکست درست کردن، مثلا پیج زدن، کارهای اینجوری. نورسنود نود شمالی خیلی اوقات میتونه، چون فیوچر آینده است، میتونه فضای مجازی و مدیا باشه، درخشیدن تو این فضاها، صحبت کردن یا ارائه یه سری طرح‌ها باشه که در وجودتون هست، ولی شاید خیلی ازش میترسید و نگران اینید که جواب نده، نگران اینید که حرکت نکنه، نگران حتی مخالفت هایی هستید که قراره با شما بشه. چون این خیلی خاصه، مثل شیره. ببینید شیر حیوانی نیستش که خیلی راحت بشینه یه جا و از زندگیش لذت ببره، مثل پاندا خیلی ریلکس زندگی کنه و خوشحال باشه. شیر باید بجنگه، شیر باید شکار بکنه و این شمایید. شما استعدادهایی دارید که برای اکتیو کردنش باید بجنگید، باید لیدر باشید. اصلا در وجود شما هست لیدرشیپی. حالا اون کاری که قرار انجام بدید پس راحت نیست، هم میتونه از نظر فیزیکی سخت باشه، هم از نظر ذهنی، چون بزرگه، چون آینده رو میتونه بسازه. ببینیم که قراره چی کار بکنید شما. حاکم جام برعکس رو البته داد. به نظر من شما قراره حرکت بکنید، چون حاکم جام خودش میتونه به معنی ریلکس بودن، خیلی حرکت توش نداره. قطعا رضایت، لذت بردن داره ولی خیلی حرکت توش نداره. وقتی برعکس میاد به نظر من وقت حرکتتون رسیده، شما میتونید حرکت بکنید. خیلی هاتون در این مسیر هستید ولی حرکت نکردید تا الان و در آینده این حرکت اتفاق میفته به نظر من. چون شما بخواید یا نخواید به سمت این آینده دارید میرید. بله، 3 سکه روش کار خواهید کرد. شما آدم‌های هم فرکانستون رو پیدا خواهید کرد. آدم‌ها، گروه‌ها. نورسنود آینده است. خیلی ها به شما میپیوندن، یعنی شما لیدرشون میشید، اینا پشت سر شما را میفتن. خیلی هاتون وارد مکانهایی میشید، یعنی مثلا مهاجرت یا
یه شهر اونورتر میرید، یه دانشگاه عوض میکنید، یه شرکت عوض میکنید، تغییرات منظورم جابجایی ها، چه فیزیکی چه احساسی، یعنی خود به خود مودتون عوض میشه، آدم های هم فرکانستون رو پیدا میکنید و با اینا همکاری میکنید. شما قطعا همه شما که تو این گروه هستید لیدرید. حالا لیدر فقط به معنی نیستش که مثلا ما یه کاری بکنیم یا سری آدم دور برمون جمع بشن به ما مثلا بر ما دست بزنن بگن آفرین. نه، شما عقایدتون، افکارتون، ویژنتون، دیدتون میتونه دیگران رو لید بکنه، میتونه باعث آموزش یک گروهی بشه، تربیت یک گروهی بشه و البته در کنار دیگران و با همکاری کردن با اینها شما میتونید اون تمدنه، اون فرهنگه، اون پیشرفته رو برای آینده بسازید و مجبورید از پس خیلی از موانع هم بر بیایید، چون یک مقداری حرکتش کند، راحت نیست، گاهی حتی ممکن از مسیر خارج بشید. نپتون رو داره، نپتون خیلی اوقات میتونه خارج شدن از مسیر و فانتزی سازی و حتی خیلی اشتباه کردن باشه. اشکالی نداره، هر فرهنگی، هر تمدنی، هر چیز جدیدی ساخته شدنش نیازمند این آزمون و خطاها، گاهی عقب نشینی هاست. خیلیاتون شاید میخواید فیلم بسازید، واقعا به نظر من یک چیزی شبیه هم کار فیزیکیه که توش هنر داره، عکس داره، هم در این حال پر از فرهنگ، عقیده است، پر از صحبت، پر از رنگ، پر از تصویر، مثلا چیزهای مختلفی داره و هر چیزی که هست عقیده خودتونه، هنر خودتونه و شما مسئولش هستید، شما هدایتش میکنید و راجبش صحبت میکنید و پرزنتش خواهید کرد در آینده. میتونه فیلم باشه، میتونه یک کتاب باشه، میتونه یک طرح باشه، قطعا یک طرح هست، حالا چه در قالب فیلم چه کتابه، شما اینو ارائهش خواهید داد. این هم خیلی شبیه این شیره است، انگار بالا داره. شاید این لزوما مشکلات نباشه، شمایید که دارید اکت میکنید، شمایید که دارید بازی میکنید اون بالا، مثل دیدید فیلم های مثلا جکی چان و اینا که دارن میجنگن و اینا، لزوما چیز منفی نیست ولی خب میتونه اون تصویرها باشه. شاید خیلیاتون اینجا بدل کاری مثلا دوست داشته باشید یا مثلا ورزش های خیلی پر از اکت و خیلی پر از هیجان و ماجراجویی و اینها. به هر حال قطعا همتون استعداداتون یکسان نیست، بعضی هاتون شاید یه دونه از این رو دارید و توی ذهنتون بوده همیشه، بعضی هاتون یک کارهای به خصوصی که مجموعه ای از اینها توشه. ببینید مثلا شما وقتی میخواید فیلم بسازی، یک فیلمی میخواید ارائه بدید، توش ممکنه خیلی فعالیت های فیزیکی داره، رنگ و تصویر داره، عقایدتون رو دارید به صورت خیلی شاید پنهانی بگیم یا پشت پرده توی اون فیلم تزریق میکنید. شما به هر حال کلیدهایی هستید که میتونید خیلی قفلهای فرهنگی، قفلهای اجتماعی رو باز بکنید، حتی قفلهای هنری. ببینید مثلا دیدید همیشه خیلی اوقات پیش میاد که مثلا تو صنعت سینما یا موسیقی یک چند سالی خیلی قفل میشه همه چیز، فقط کل دنیا رو میگم، من کاری لزوما به ایران ندارم، یهو میبینید چند سال پشت سر هم فیلم خوب نمیاد یا موزیک خوب نمیاد، بعد یکهو دیدید یک کلیدی انگار میره تو این قفله باز میشه، چند تا فیلم خوب پشت سر. اگه اسکارها رو دقت کرده باشید، مثلا یک سال نگاه میکنید میبینید که تمام نامزدها فیلم‌های واقعا بیهودن، واقعا هیچ ارزش هنری ندارن، حتی ارزش تصویری هم ندارن، تکنیکی هم ندارن. بعد یهو میبینید توی یک سال چند تا فیلم خوب، چند تا نامزد خوب دارن با هم دیگه رقابت میکنن و میگید چقدر خاص بود مثلا امسال، چقدر کارگردانای خوب بودن. شما میتونید جزء اون کلیدها باشید. حالا من فعلا دارم مثلا سینما رو مثال زدم، ولی خب میتونه توی ورزش باشه، میتونه توی اجرا باشه، میتونه تو طرح‌هایی که ارائه میدید باشه. قطعا شما نقش‌های مهمی دارید و اون کلیده هستید. حالا هر کدومتون ممکنه کلیدهای مختلفی هستید. من از یه دک سلبریتی ها میخوام براتون کارت بگیرم. فکر کنم که یه لحظه رو میکروفونم هم لباسم افتاده بود، فکر کنم صدای شاید خشخش شنیدید، عذرخواهی میکنم. خب 2 تا کارت خودش افتاد. اول این کارتی که افتاده بود رو میارم، زلدا فیتزجرالد.
قطعا این شخصیت ها یک علامتی براتون دارن. فیتزجرالد نویسنده و باید نقاش بوده باشه، خیلی خاص شد. پس خیلی هاتون قطعا استعداد هنری دارید و نویسندگی. دیدید ببینید آتلانتیس، نورس نود، نود شمالی، نپتون، لیو، شما میتونید داستانهایی خلق کنید. بذارید فکر میکنم این نایتینگل اصلا داستان میخونه، درسته؟ اگر اشتباه نکنم، اگر به بلبل یا حتی همون مرغ حقی که حالا ما بهش میگیم مرغ حق که شبا میخونه، دارن اینا داستان تعریف میکنن. همون ابتدا گفت شماها میتونید داستانهایی بنویسید، متنهایی، طرحهایی ارائه بدید که آینده رو تغییر بده. شاید حتی خیلی هاتون مثل، خب البته تو دنیای الان خیلی این اتفاق نمیفته چون اجازه نمیدن سیاست ها که این طرحها رشد بکنن، ولی خب مثلا عقاید مارکس یا کسایی که عقاید سیاسیشون رو اقتصادی، حالا در قالب اقتصاد ولی بیشتر عقاید سیاسی و فرهنگیشون رو ارائه دادن و خیلی از جوامع و حکومت‌ها بر اساس اون ساخته شد. مثلا کمونیسم بر اساس عقاید مارکس مثلا ساخته شد. انگار شما هم قدرت رو دارید، شما میتونید با طرحهایی که ارائه بدید حتی یک سیاست جدید، یک فرهنگ جدید بسازید. حالا من نمیخوام خیلی حادش بکنم ولی انگار خیلی تاثیرگذار هستی. و زلدا فیتزجرالد، الان یادم اومد زلدا فیتزجرالد کی هستش. اگر اشتباه نکنم یک زوج هنری هستن با همسرش، که همسرش البته فکر میکنم فامیلی همسرش رو برداشته، اسکات فیتزجرالد فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم، نمیخوام اصلا چک کنم چون داره یادم میاد، که زن خیلی هنرمندی بوده، خیلی هم به ویژگی های روحی خیلی شوخ طبعی و روحیه کودکانه و اینهاش معروف بوده. یک زوج هنری بودن که با همسرش با هم دیگه، که ما فیتزجرالد رو البته که میشناسیم همسرش رو، ولی خود زلدا رو خیلی شاید بین ما ایرانی ها البته معروف نباشه، برای آمریکایی ها خیلی معروفه. و بله، نقاش هم بوده، کلا هنرمند بوده که بیشتر البته در زمینه نویسندگی شهرت داشته. ببینیم این یکی چی هست. مارکس دیسید، این رو باید چک بکنم. توی مفاهیمی که نوشته که بعضی از روح‌ها، یعنی بعضی از حالا همون شخصیت ها، روح ها، خیلی ممکنه از نظر دیگران سخت و غیر قابل پذیرش به نظر بیاد، ولی این هم یک راهیه، این هم یک روشیه برای ابراز خود. این هم یک منظورش اینه که شاید شماهایی که تو این گروه هستید برای دیگران حتی قابل پذیرش نباشید. مثل این شیره هستید، شاید دیگران رو میترسونید، شاید مجبورید برای هدفتون، مسیرتون خیلی تلاش بکنید. بذارید من چک بکنم مارکسو. مارکس دوسید یا ساده یا دوسد، اگه بخوایم تلفظ فرانسویشو بگیم دوسد میشه. و ببینید چقدر جالبه، من دارم میخونم، ببینید چقدر جالبه. پولیتیکال اکتیویتیز، فعالیت های سیاسی داشته، جایزه نوبل هم برده برای ناولی که برای داستانی که درباره زندانیان جرائم جنسی و پورنوگرافی و اینها بودند. خیلی جالب شد، خیلی قشنگ شد. قطعا اینهایی که تو این دک هستن بر اساس شخصیتشون فیلم و اینها هم زیاد ساخته شده. من فکر می‌کنم در مورد این نویسنده فرانسوی احتمالاً فیلم و اینها رو دیده باشم. شاید هم فیلم صدو اگر اشتباه نکنم که بر اساس بیماری یا اختلال سادیست هستش، بر اساس داستان این شخص نوشته شده باشه. صدو یا صدو اگر اشتباه نکنم، یک فیلم قدیمی ایتالیایی البته هست که خب البته این میتونه بر اساس خیلی از نوشته ها یا عقاید یا چی میگن بهش،
درمانهای مختلف باشه اون فیلم، ولی فکر میکنم اسم این شخص تاثیرگذار باشه، چون اختلال سادیسم رو کسی که خودش روانشناس بوده و کشف کرده این رو بر اساس اسم اون گرفتن. فکر نمی کنم بر اساس اسم یک نویسنده یا یک هنرمند بوده باشه که خب نیاز به تحقیق بیشتری داره. البته به نظر من تو انرژی خوانی نمی گنجه، ولی خیلی جالبه. ببینید چقدر شما تاثیر گذارید. شما کسی هستید که حالا من احتمال میدم شاید بر اساس اسم این نویسنده، کسی که در مورد این شاید جرائم، حالا اختلال ها، مثلا من بیشتر مطالعه نکردم، فقط یه لحظه نگاه کردم که مطمئن بشم شغل این فرد چه چیزی هست. ببینید شما ارائه دهنده طرح‌هایید، شما می نویسید، خلق می کنید، حتی شاید به شکل آثار هنری درباره بیماری ها، درباره سیاست، درباره طرح‌های اقتصادی، که هر چیزی که فرهنگ آینده رو می سازه یا مشکلات رو حل می کنه، موانع و چالش های دیگر، شاید حتی بیماری های جسمی، روش تغذیه، اینها رو اصلاح میکنه. همتون یکسان نیستید اینجا، هر کدومتون یک طرحی تو ذهنتون قطعا دارید که توسط نوشتن و ارائهش، مسئله نوشتن فقط نوشتن رو کاغذ نیست، و ارائه اون یعنی ابراز کردنش، شما در ساختن آینده و آموزش به نسل‌های جوان نقش دارید. ببینید این سه سکه کسانی هستن که دارن اینجا یاد میگیرن، حتی خودتون هم بیشتر یاد میگیرید، چون مثل آزمون و خطاست، مثل تجربه کردنه، و قطعا میتونید چیزهایی ارائه بدید که در ساخت آینده، استحکامش، شاید پاکسازیش، به اصطلاح درمان حتی کمک کنه. خیلی قشنگ شد، خیلی خاص شد. بیهوده نیستش که وقتی کلید رو ذهنتون انتخاب کرده یک گشایشی، یک باز شدن قفلی اتفاق میفته. من میخوام براتون پیام بگیرم. فال امروز خیلی خاصه، درسته؟ خیلی من چیزهای شاید شفاف یا قطعی بهتون نگفتم، ولی از مجموعه ای از این چیزهایی که خودم هم داشتم حتی اینجا یاد میگرفتم، برای خودم هم شبیه یک کلاس درس بود، با هم به یک نتیجه ای رسیدیم. شاید شما هم امروز وقتی این انرژی خوانی رو میدیدید داشتید فکر میکردید، یاد یه خاطراتی میافتادید، یاد مثلا شاید یه فیلمی حتی افتادید، یاد یه کتابی افتادید که مثلا وقتی داشتید اون رو میخوندید یا میدیدید یک حسی داشتید، یک طرحی تو ذهنتون اومده. خود من خیلی اوقات اینطوری بودم در سالهای مختلف زندگیم، مثلا همینطوری نشسته بودم، یه چیزی به ذهنم رسیده بود. حتی این فال رو هم یهو به ذهنم رسید که بذارید حالا که دنیای هممون داره عوض میشه و وارد فازهای جدید میشیم، ممکنه که خیلی هامون در حال آنلاک کردن، یعنی همون قفل و باز کردن استعدادهایی هستیم که در ضمیر پنهانمون هست و خودمون خبر نداریم. ببینید اینجا میگه go outside، برو بیرون. چقدر قشنگه، میگه هیلینگ و معجزه هایی که طبیعت برات میاره. اولا که این برو بیرون به معنی ابراز کردن خود هم هست، دوما که این میتونه به معنی روش باز کردن قفل های ذهنی خودتون باشه، یعنی طبیعت کمکتون میکنه، ایده های خوبی شاید از طبیعت بگیرید. تولد، کیک تولد رو داده، خیلی جالب شد، به معنی شروع جدیده، شروع دوباره است، شما دارید متولد میشید، فوق العاده است، پس این خود جدید قطعا متولد خواهد شد. ببینید یه چیزی من بهتون بگم، شما ممکنه اینجا 10,000 نفر این فال ببینید، 1000 نفر ببینید، شاید در آینده 1,000,000 نفر این فال ببینن انشالله، البته اگر سابسکرایب بکنید کانال دیده بشه. هیچ وقت فکر نکنید قراره یک چیز عجیب و بزرگ باشه. شما خیلی اوقات یه چیز کوچولویی، به ظاهر البته کوچیک، در وجودتون دارید که بهش هیچ وقت ممکنه توجه نمی‌کنید. همون خود جدید شما و دنیای جدید شما رو میسازه. همون میتونه باعث بشه شما لیدر و مدیر یک چیزی بشید، هدایت کننده یک چیزی بشید که کسانی که بهش نیاز دارند پشت سر شما میان، از طرح‌های شما، از گفته‌های شما، از نظریاتتون استفاده میکنن و به مرور اون آرمان‌ها، اون تمدن‌ها، اون پایه‌های سالم‌تر در اون جامعه و اون صنف، اون گروهی که شما فعالیت میکنی ساخته میشه و شما میتونید بنیانگذارش باشید، یا شما میتونید ادامه دهنده مسیرهای کلاسیک باستانی باشید که شاید یک دوره انجام میشده، الان از مسیر خارج شده و شما دوباره بهش جهت میدید. شما نقش مهمی به هر حال دارید.
میگه یک علامتی که یک سایکل جدید دوباره داره برای تو شروع میشه. خیلی قشنگه. خیلی کارتون هم به نظر من سخت‌تره، یعنی فکر نمی‌کنم کار راحتی باشه. ببینیم چه رمزی رو بهتون میده. به 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 به، برکانا، شروع و تولد. شک نکنید شما دارید متولد میشید یا دارید متولد میکنید. یک ایده ای رو، یک طرحی رو قطعا داره شروع میشه. فوق العاده است. شاید اصلا استارتش هم زدید. ببینید البته که برای اینکه مثلا این کجا میره، چه اتفاقایی براش میفته، این طرح‌ها خب میتونه توی انرژی خوانی هایی که در مورد شغل، شاید حتی ماه به ماه شما گوش میدید، همه اینها به هم ربط دارن. همه‌شون به هم ربط دارن. شما اینجا یک استعداد رو کشف میکنید، در طول ماه‌های مختلف انرژی خوانی ها رو میبینید، انرژی خوانی احساسی ها رو میبینید، مالی ها رو میبینید، شغلی ها رو میبینید، اونایی که در مورد کارماهاست میبینید، اونایی که در مورد ترانزیت ها من میذارم، همه اینها به هم ربط داره و توی هر کدومشون یک کدی برای شما باز میشه. شما به هر حال بعضی هاتون شروع کردید، بعضی هاتون تو ذهنتون شروع شده و در آستانه شروع خودتون، زندگی جدیدتون، زمینه های جدید و متفاوت هستید. ممکنه خیلی هاتون دارید کار میکنید، یه شغلی دارید، توی اون کارتون دارید این طرح‌ها، این ایده ها، این خاص بودن خودتون رو ارائه میکنید. لزوما به معنی تغییر تمام زندگی نیست، ولی خود جدید شما تو هر زمینه‌ای که هستید، چه اون زمینه هم متفاوته، چه به اصطلاح همون کار یا فعالیت‌های قدیمی هست، داره شروع میشه. ببینید شوالیه یا دلاور سکه که برعکس اومده بود، یعنی هست، وجود داره، ولی استارتش هنوز نخورده و شما دارید استارتش میزنید. شاید حتی خیلی هاتون از تولد خودتون مثلا، یعنی میتونه یه علامت باشه، نه اینکه لزوما حتما. شاید خیلی هاتون به واسطه تولد یک فرزند این قفل‌ها براتون باز میشه. قطعا تولد ایده و زندگی جدید هست، ولی میتونه مثلا با یک تولد، با یک جشنی، با یک تغییری، یا مثل افتتاحیه یک جایی حتی باشه، یک مکانی رو شما دارید افتتاح میکنید، مراسم یک شروعی مثلا باشه که اون مسیر جدید زندگیتون هم داره شروع میشه. این چکشه که خورده به نظر من میتونه یک حکمی باشه، یک رأی باشه، استارت مثلا باز شدن یک مکانی باشه، همون مراسم افتتاحیه مثلا باشه، علامت میتونه اینها باشن. بیایید کامنت کنید حتما در آینده، یادتون بمونه این انرژی خوانی رو. به نظر من انرژی خوانی های این شکلی رو شما نیاز دارید هر چند وقت یه بار بیایید گوش بدید، چون خاصن. یعنی هر چند وقت یه بار ممکنه یک کدهای براتون باز میشه. من خیلی اوقات تفسیر که انجام میدم، تفسیر چارت، میگم فکر نکنید با یک بار گوش کردن خیلی چیزا رو متوجه میشید. و واقعا هم دیدم مثلا بعد 2 سال یه عزیزی اومده به من گفته ببین من شاید بار 6م 7م دارم گوش میدم و الان دارم یه چیزای جدید ازش کشف میکنم، یه چیزای جدید داره برام باز میشه. واقعا چیزهایی که به این صورت روی زوایای مختلف روح، جسم و زندگی میخواد حالا انرژی خوانی بکنه یا تفسیر بشه، خیلی اوقات من چیزهایی رو میگم به شما، مخصوصا تو انرژی خوانی ها که بر اساس کارت هاست، که ممکنه بدون اینکه حتی خودم نقش خاصی توش داشته باشم، چون من اینجا واسطه‌ام، یه کدی رو برای شما ارسال میکنم. این کد رو شما ممکنه همین الان نگیریدش، بعضیاشو متوجه میشید، بعضیاشو ازش میگذرید، بعد مثلا ممکنه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه نگاه میکنید یه کد جدید براتون باز میشه. و واقعیت هم همینه. کلا علوم شهودی و اسپریچوال این شکلی هدایتتون میکنن، از طریق کانکت شدن با درونتون، خود برترتون. پس انواع اقسام پاکسازی ها، مراقبت ها از ذهنتون، تمرینات ذهنی، روانشناسی، مانیفست ها کمک میکنن. و خب اگر دوست دارید هم میتونید از آموزش های علوم شهودی، آموزش تاروت، استرولوژی، اوراکل ها استفاده کنید، از انرژی سنگ ها حتما استفاده کنید، تفسیر چارتتون. و یک نکته خیلی مهم برای شناختن خودتون، استعدادهاتون، اون چیزهایی که از زندگی‌های گذشته آوردید و تو این زندگی توش میتونید بدرخشید، قطعاً که توانایی درخشیدن دارید، بررسی چارتتون هست که خیلی کمکتون میکنه. امیدوارم موفق و شاد باشید. گروه 2، خوش اومدید به انرژی خوانی خودتون. یک انرژی خوانی خیلی خاص داریم امروز. میخوایم ببینیم که استعداد یا تالنتی که شما در وجودتون هست، حالا یا ازش آگاهید یا نیستید، اون چی هست، بیشترین شاید، یا استعدادی که تو این دوره از زندگی خیلی به کارتون میاد، به دردتون میخوره. نماد سنجاق رو انتخاب کردید. شهود شما داره یک پیام بهتون میده. ببینیم که برای شروع از دک استرولوژی و سیارات، نشانها، خونه های چارت، ببینیم که چه علائمی رو بهتون میده. خیلی ناگهانی این ایده به ذهنم رسید و به نظر من میتونه خیلی متفاوت و خاص باشه.
شما مخاطب‌های زیاد اینجا هستید، پس برای خیلی هاتون شاید یک کدوم از این چیزهایی که امروز من میگم باشه، برای خیلی هاتون مجموعه ای از اینها باشه و خودتون متوجهش خواهید شد. من میخوام اول اصلا یه چند تا دک رو کارتاش رو بگیرم و بعد اون چیزی که برداشت میکنم رو بهتون بگم. تاروت هم براتون برمیدارم ببینیم که چه چیزی میتونه باشه. استعداد شما، گیفت، هدیه‌ای که کائنات در وجودتون گذاشته. امام کلی، روت، ریشه ها، یک چیزی هست که در ریشه های شماست و میتونه اصلا کلا ریشه دار بودن و اصالت جزء استعدادهاتون باشه. اسکورپیو، سرمایه گذاری، اینوستینگ، خونه 8 رو، خونه 4، خونه 8. خب میتون خونه 10 رو بهتون داد و خب خیلی جالب شد. حالا اینجا هیچ کدومش خونه نیست ولی منظور برگرفته نمادهایی هستش که از خونه های چارت میتونه باشه. ببین خیلی جالب، امام کلی همون آیسی چارته. اگر شما چارت بلد باشید، یعنی تفسیر نه، همون شکل چارت رو هم بلد باشید، امام کلی آیسیه، میتون امسیه. یعنی دقیقاً این خط صلیبی که خط عمودی صلیب هست، این رو شما دارید. یعنی از ریشه ها به سمت اوج رفتن، به سمت قله رفتن، از کوه پایه به سمت حالا صعود کردن. خیلی شبیه صعوده، خیلی شبیه صعوده، ولی مثلا یهو میخوره به نشان عقرب، یک افتی داره. مثلا وقتی که میخواید از یک مسیر کوهستانی عبور بکنید، خیلی اینجا یک داستانی تو ذهن من اومد. کسی که داره از یک دشتی میخواد بره به قله، بعد ممکنه که اگه از بیرون ما به این آدم نگاه بکنیم، این یهو یه جاهای ناپدید میشه تو این نشان اسکورپیو. چرا؟ چون مثلا داشته از یه دره‌ای میرفته، ما دیگه نمیبینیمش، فکر میکنیم ممکنه سقوط کرده، ممکنه راهو گم کرده، ممکنه شکست خورده، ولی یهو میبینیم مثلا از پشت کوه‌ها. من یه نمای فیلم تو ذهنم اومد بیشتر، یهو میبینیم که این داره از کوه و قله میره بالا. اولا که اگه بخوایم راجع به استعدادها بخوایم بگیم، به نظر من خیلی توش پول سرمایه گذاری، نمیتونم الان دقیقا بهتون بگم چیه، ولی شما قطعا کسانی هستید که سرمایه گذارهای خوبی هستید. سرمایه گذارها چی کار میکنن؟ یک چیزی رو برای طولانی مدت، یک چیزی رو تشخیص میدن، ریشه یابی میکنن، برای طولانی مدت روش کار میکنن و به اوج میرسوننش. میتونه یک پزشک باشه، پزشک این کارو میکنه، یک روان درمانگر این کارو میکنه، درسته؟ ریشه ها رو پیدا میکنه، ترمیم میکنه، روش کار میکنه، وقت میگذاره. خونه 8 اسکورپیو نماد هیلینگ، شناختن، شناسایی، پیدا کردن راه حل هاست، حتی جراحی میتونه باشه. بعد میارتش بالا، درستش میکنه. خیلی جالبه. یه چیزی بگم، یکم شبیه جراحی زیبایی هم هست. انگار مثلا این ریشه ها، این علل، این مشکلات رو برطرف میکنه، حلش میکنه، بعد بهش زمان میده، روش کار میکنه. بعد این خونه های خوشگل میتونه نمادش این قصر زیبا، این مجلل شدن و این پرچمی هست که برافراشته شده، یعنی چیزی رو زیبا کردن. به هر حال شما کسانی هستید که به نظر من کارهای خیلی اساسی انجام میدید، مثل کسانی که مثلا یک ملکی میسازن، سرمایه گذاری، مثلا یک زمینی میخرن، روش کار میکنن، بعد این تبدیل به خونه میشه. مثل کسانی که بیماری رو درمان میکنن. شما همتون که همتون با هم همه اینها رو ندارید، خیلی هاتون تو یک بخشای خاصی، تو بخشای معنوی تر، درمانی، سلامتی، خیلیاتون تو بخشای فیزیکی، مادی، ساخت و ساز مثلا میتونید باشید. ولی ذاتاً شما کسانی هستید که هم هیلری، درمان میکنید، هم سرمایه گذارهای خوبی هستید. ببینیم که کارت های دیگه چی میگن. کارمیک ریلیشنشیپ. خب اینجا یکم به مسائل درمانگری مربوط شد. روابط کارمیک. اصلا میدونید اینجا امام کلی همون آیسی چارت شما، خانواده و ریشه های شماست. شاید هم البته این کار رو در زندگی های گذشته انجام میدادید. ایجیپت، مصر، اهرام رو بهتون داد. خب جالبه. خیلی هاتون واقعا توی ساخت و ساز، ساختن بناهای خاص، طرح‌هاش به خصوص استعداد دارید. بانوی سکه، یعنی ملکه سکه در واقع، خیلی به سلامتی مربوطه. و 2 چوب.
ببینید دقیقاً همه کارت هاتون تو این دوتا بخش نماینده شدن. تو این دوتا بخشی که راجبش توضیح دادم، یکی در بخش هیلینگ، مشاوره، درمان کردن، حالا درمان فیزیکی میتونه باشه، درمان معنوی و روحی و ارتباطی، یکی در بخش ساخت و ساز. چون دقیقاً دو چوب شبیه یک معماری هست یا شبیه یک مهندسیه. مثلا ببینید توی بالکنی ایستاده، یک کره‌ای در دست داره که میتونه نماینده طرحش باشه و به دور دستش نگاه میکنه. یعنی به نظر من در رابطه با این چیزایی که من اینجا میبینم، شما یک سازنده اید، یک اجرا کننده اید. حالا بعضی هاتون طرح رو میدید مثلا آرشیتکت ها، بعضی هاتون معمارید میسازیدش و بعضی هاتون هم میتونید جفتش رو انجام بدید. دقیقا میتونید جفتش انجام بدید، یعنی هم خونه 4 هم خونه 10. یعنی همون طرح‌های اولیه، اون بیس ها، ریشه ها، هم ساختنش و بزرگ کردنش و واقعی تر کردنش. و مثل یک اسکورپیو خیلی استعدادهای پنهانی دارید در وجودتون، دارید که نهفته است و به مرور زمان با رشد کردنتون، با بزرگتر شدنتون، با افزایش سنتون اینا رو درک میکنید. یه 36 رو داده، یک 38 رو داده. اینجا شماره های کارت ها هست. البته به نظر من نماینده میتونه 36 سالگی و 38 سالگی شما باشه. اگر تو این سنها هستید یا نشدید یا عبور کردید، 36 سالگی شما متوجه این استعداد شدید یا میشید و در 38 سالگی ممکنه اون بیس ها، اون موانع و اون ریشه ها رو اصلاح میکنید و ریشه دارتر به اصطلاح توش میشید. خود من همینطوری بودم دقیقا. توی 36 سالگی یک تغییر بزرگ داشتم، یک چیزی رو کشف کردم. توی 38 سالگی موانعش رو برداشتم، ریشه هاش و پایه هاش رو اصلاح کردم. خب فقط این دوتا سن نیست، ولی راستش رو بخواید این دوتا سن خیلی مهمن در استرولوژی، در علومی که مربوط به سیارات و زندگی و کلن کارماها و اینها هستن. چون 36 سالگی سن بلوغ ساترنه و 38 سالگی شما آماده میشید که برید به سمت نورس نود، نود شمالیتون، و هدف روحتون یا رسالت روحتون رو شروع بکنید. ولی باز سنهای مهمی تری هم داریم، باز هم سنهای دیگه هم داریم. ولی اگر به خصوص حوالی این سنها هستید، شما دارید خیلی چیزهای جدید در مورد خودتون کشف میکنید. حتی خیلی هاتون دارید از روابطتون، روابط خانوادگیتون درس میگیرید، دارید روابط زندگیتون، عاطفیتون رو ترمیم میکنید. ببینید این فقط در مورد شغل نیست. مثلا من اینجا اینو رفتش دادم به شغل، ولی شماها که تو این گروه هستی سنجاق وصل میکنه. واو، وصل کننده اید. ریشه ها رو به برگ ها، به شکوفه ها، به میوه ها. شما مادرید، شما ملکه هستید. میدونید چرا؟ مادر کسیه که تغذیه میکنه، آب میده به این ریشه ها، تغذیه میرسونه، براش سرمایه گذاری میکنه، صبر میکنه تا اینا میوه بدن. کارمیک ریلیشنشیپ. شما کسانی هستید، کارمیک تقدیریه، معنی تقدیری میده. اون کارمای منفی رو هیچ وقت همیشه به اون معنی نگیرید. همه چیز رو قراردادیه دیگه. یعنی وقتی میگیم کارمیک یعنی شما قراردادش رو بستید، اصلا قرارداد بستید که بیاید یک چیزهایی رو تغذیه کنید. حالا این چیزها خانواده‌تونن، عشقتونن، فرزندانتونن، کارتونه، هر چیزی که هست روش سرمایه گذاری کنید، در طول زمان به اوج، به شکوفایی برسونیدش. و این کلا زندگی شماست. کلا زندگی شما اینجوریه. حالا به این معنی نیستش که شما قرار فقط توی خانواده مثلا مادری بکنید یا پدری بکنید. نه، شما ذاتاً این ملکه، این مادر هستید. ذاتاً شخصیتتون، روحیات، پس خود به خود جذب شغل‌هایی میشید، جذب فعالیت‌هایی میشید که این مدلی هستند. ریشه یابی، تغذیه کردن، مراقبت کردن توش دارن، هیلینگ توش دارن، سرمایه گذاری توش دارن. برای هر چیزی وقتی شما زمان میذارید یک جور سرمایه گذاری محسوب میشه دیگه، تا به این قله به اوج برسه. و بسیار پتانسیل این قله، ببین چه قشنگه، ایجیپت اهرام این قله رو داره و یک بنای متفاوت. کجای دنیا دیگه ما اهرام رو داریم؟ یک چیز خاصه. پس شما پتانسیل ساختن یک چیزهای خاص، مثل یک فرزند خیلی متفاوت به جامعه دادن،
مثل یک ایده خیلی خاص ارائه دادن، مثل یک خود متفاوت بودن، یک شغل متفاوت ارائه دادن رو دارید. اینها رو در اثر قراردادهایی که بستید و ارتباطاتی که دارید، خیلی هاش خانوادگیه، خیلی هاش تو لاوتونه، خیلی هاش تو کارتونه، به هر حال ریشه هاست دیگه. ریشه ها میتونه چیزای مختلفی باشه. خیلی هاش اصلا آوردید وصلید به گذشته و از گذشته دارید این رو تغذیه میکنید، روش کار میکنید، بعد در این پروسه خیلی چیزا رو کشف میکنید. انقدر راحت نیست، عقربه، خیلی کشفش میکنید. حتی ممکنه یه چیزایی ناشناخته باشه. خب این افسانه هایی که در مورد اهرام و کلا بناهای تاریخی و باستانی هست رو شنیدید که میگن کار زمینی ها نیست. خب این اسکورپیو هم میتونه، حالا من نمیگم حتما، ولی میتونه به معنی یک استعدادهایی به خصوصی که نهفته است در وجود خودتونه و سیکرته، سربسته است. این مشخصه، این مشخصه، این اون وسطه. این یه چیزیه تو ذهن شماست، یه چیزیه که به هر کسی نمیگیدش و خودتون هم کشفش میکنید. خیلی اوقات اصلا شاید کشفش نکنید. وقتی به اینجا رسیدید برمیگردید میگید من چجوری اومدم، این وسط ها رو یادم نمیاد. باور کنید خیلی همون اینجوری هستیم. خیلی همون، حالا قله برای هر کسی یه معنایی داره دیگه. این قله به معنی نیستش که ما مثلا یه جایی باشیم که حتما 10 میلیون نفر ما رو بشناسن. نه، قله برای هر کسی قله خودشه. ولی خیلی همون این وسط رو یادمون نمیاد. تلاش براش کردیم، ما زحمت کشیدیم، ولی واقعا یادمون نمیاد چه جوری شد که اینجوری شد. این همونه، اون ناشناخته هاست، اون دست کائناته، اون فرازمینی هاست، شاید اون استعدادهای ذاتی خودتونه که حتی گاهی بر خودتون هم ممکنه پوشیده باشه. خب من از کارت های دیگه هم کارت میکشم. چه جالب، بر گروه یک از انیمال کارت کشیده بودم، برای شما فراموش کرده بودم. دوست دارم که برای شما هم کارت انیمال رو بگیرم. به 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 به، تخم طلا. ببین یه چیزیه نهفته است، خیلی چیزای نهفته شما دارید، یک چیز هم نیست، شاید خیلی چیز هاست، ولی شما اون تخم طلاه یا خودتون هستید یا داریدش. یعنی چیزی که خیلی متفاوته، یک چیزی که در وجودتونه، در قلبتونه و خودتون هم شاید ازش آگاه نیستید، ولی خاص بودن است، ولی متفاوت بودن است. شاید اینجا من خیلی جمله ها و کلمات رو نگم، ولی شما خودتون برداشت های شخصی دارید که همون براتون درسته. اصلا راجبش شک نکنید، همون براتون، چون اسکورپیو ناشناخته هاست، روت ریشه هاست. شما یک درختی رو که وقتی دارید ازش مراقبت میکنید ریشه هاشو نمیبینید اون ریشه کجا میره، از کجا تغذیه میکنه. اون منابع تغذیه‌ای که در وجود شما هست مثل این تخمه است، مثل این ریشه هاست، مثل اسکورپیو، دیده نمیشه، ولی هر چیزی که هست وصل میشه و میاد بالا. همون چیزیه که شما دارید روش کار میکنید، همون زمانیه که براش میذارید، همون اعتمادیه که میکنید. شما وصلید به چیزهای بزرگتر. این میتونه استعداد ذاتی شما باشه، مثل هوش به خصوصی که دارید، شهود به خصوصی که دارید، کانکشنی که با کائنات دارید. به نظر من شما هم با زمین در ارتباطید، هم با آسمان. سنجاقید شما وصل کننده اید. شما آسمون و زمین رو به هم میدوزید، وصل میکنید. چه چیزی میتونه باشه؟ یعنی میدونید یک چیز که نیست قطعا. خیلی هاتون سازنده های خیلی خاصی هستید، یک چیزهایی رو میسازید، مثل خونه، طرح، چیزهایی ارائه میدید که زیبا هستن، متفاوتن، هر کسی ازش بر نمیاد از پسش. خیلی هاتون درمانگرها، مشاورها، هیلرهای خاصی هستید که درون آدم ها شخصیتشون، سلامتشون رو میسازید، کمکشون میکنید. به هر حال توی هر کاری که هستید اون خواسته هستید، اون کسی هستید که شفا بخشه. میدونید مثلا ما خیلی پزشک داریم، خیلی درمانگر داریم، ولی دیدید همیشه بعضی ها معروف میشن به اینکه این آدم مثلا انرژیش خوبه، بریم پیش این آدم. کارش مثل بقیه هست ولی انرژیش خاصه. مثلا میریم میبینیمش حالمون خوب میشه، میریم باش صحبت میکنیم نتیجه میگیریم. شما اونید، دقیقاً اون شخصیت هستید. ملکه سکه امنه، امن ترینه، از خودش هم مطمئنه و هم دنیای بیرون هم دنیای درونش رو میسازه. دنیای درون ریشه هاست، دنیای بیرون اون استراکچر و ساقه و تنه و برگ و میوه و این هاست و شما جفتش رو دارید. خب ببینیم که تاروت بهتون میگه آیا شما دارید انجامش میدید الان؟ یعنی میشناسیدش،
نه ولی شاید در موردش خواب میبینید، در مورد اون کار به خصوص تو رویاهاتون هست، یا نشونه هاش براتون میاد ولی ممکنه اون کار اصلا انجامش نمیدید یا میترسید انجامش بدید. ببینید 9 شمشیر خیلی اوقات به معنی نگرانی ها و ترس های شماست. ممکنه میترسید از اینکه این کار بزرگ رو انجام بدید. مثل این 2 چوبه، ببینید بر لبه این بالکن ایستاده داره آینده رو نگاه میکنه. ممکنه جزء اهدافتون هست اون کار خاص رو، تو ذهن خودتونه. گفتم عقرب یه چیزیه که اون تخم طلایی که در وجود خودتونه، ممکنه طرح‌های خاصی باشه که هر کدومتون تو ذهنتون دارید برای اینکه این قله رو بسازید، برای اینکه این ساختمانه رو ارائه بدید، ولی میترسید انگار واردش بشید. آیا انجامش خواهید داد؟ و به نظر من میخواد پیام بده که چگونه. بله، شما یه کاری در موردش انجام خواهید داد و این ماجراجویی جدید رو دارید. این اهرام این پشت رو هم میبینید. البته اینا نمیدونم، فکر کنم همون اهرام باشه، چون اصلا نوباوه چوب دست کسیه که یک سفری رو شروع میکنه، مثلا همین ماجراجویی ها، سفرهای توریستی شاید مثلا خیلی ها انجام میدن. شما یک چیزی رو آغاز میکنید، در مسیرش بله قرار میگیرید، ولی انگار بین این کاره، این چیزی که تو ذهنتونه، این چیزی که شاید حتی خیلیاتون هنوز نمیشناسیدش و زندگیتون دارید تعادل برقرار میکنید، دارید یک بالانسی ایجاد میکنید. شاید لزوما به همین چیزی که تو وجودتونه نپردازید اصلا، یعنی اختصاصی فقط اون نباشه. اون میتونه کمک بکنه که شما به زندگیتون تعادل بدید، توازن بدید. ببینید این استعداد میتونه استعداد هیلینگ باشه که در وجود شماست. بعد چه کار میکنه؟ با پرداختن بهش، با استفاده ازش ممکنه روابطتون رو شما اصلاح میکنید. این تخم طلا است که شما دارید. لزوما شاید همتون پزشک نشید، روان درمانگر نشید، یا معمار نشید، یا آرشیتکت نشید. خب یعنی یک شغل نباشه، شغل خودتون رو دارید کار، ولی این استعداده، این پتانسیل هیلینگ، پتانسیل رشد دادن این درخت در زندگی شما نقش داره. شما از این قطعا استفاده خواهید کرد، ولی به این شکل که توی همون کارهایی که میکنید، همون زندگیتون نقش خواهد داشت. ولی الان میترسید ازش استفاده کنید، الان نگرانشید، فکر میکنید شاید این از سمت دیگران پذیرفته نمیشه یا تواناییشو ندارید. بذارید اینجوری بگم، خیلی اوقات خیلی ساده در زندگی شما این اتفاقها میفته و شما ازش میگذرید و متوجهش نمیشید. مثلا ممکنه که پتانسیل اینو دارید شما، چه پدر باشید چه مادر، یا اگه هنوز والد نشدید، فرزندی رو به دنیا بیارید و بزرگ بکنید که اون فرزند این تخم طلا است. اون فرزند به اوج میرسه و یک نام نیک برای خانواده، اجداد، کلا خاندانتون به جای میگذاره. و شاید مثلا الان شما تو مرحله هستی که فرزنددار نمیشید یا مشکلش رو دارید، یا با فرزندانتون مشکل دارید، یعنی داریدشون ولی باشون مشکل دارید، چون زندگیتون نیاز به مراقبت، گذشت، تغذیه کردن این ریشه ها داره. این یک مثال خیلی ساده است. یعنی شما حالا هر کاری دارید یا اصلا خانه دارید، فرق نمیکنه، این پتانسیل در وجود شماست، این استعداد ذاتی شماست. شاید فکر کنید که خب فرزندم معروف میشه، چه اتفاقی برای من میفته؟ شما نقش دارید، شما مادری کردید، شما تغذیه کردید، شما به این ریشه ها آب و غذا دادید، ولی شاید الانی که اینجا هستید باورتون نمیشه که این اتفاق میتونه بیفته. حالا برای خیلیاتون اون فرزند اون ایده هاست، اون بذر هاست، اون استعدادیه که حالا توی هنر، توی ورزش، توی سلامتی، توی ساخت و ساز، تو پول، سرمایه گذاریه. شاید خیلیاتون مثلا یک ایده اقتصادی دارید که برای کل خاندان و خانواده میتونه کار بکنه، برای نسل‌های بعدتون هم. حتی تخم طلا یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که، یک گنجی که میتونه همیشگی باشه، برای مثل این ایجیپت یا اهرامی که دائمیه، برای نسل هاست، برای فرهنگ هاست و نماد یک فرهنگه. اون تخمی که، اون بذری که، اون ایده‌ای که نه فقط برای خانواده خودتون بلکه برای یک جامعه‌ای، برای یک صنفی خیلی خوب میتونه کار بکنه. شما اون وصل کننده اید، شما اون سنجاقید. خیلی قشنگه، خیلی ربط داره همه چی به هم، خیلی خوشم میاد. من از یه دکیه که مربوط به سلبریتی هاست میخوام براتون کارش بکشم. خب خیلی اوقات این در مورد هنرمنداست. این به این معنی نیستش که همه استعداد هنری داریم یا همه قراره کار هنری انجام بدیم، ولی میتونه علامت بده بهتون که در مورد اون شخصیت ها، حالا شاید چه چیزی رو بهتون میگه، جورج کلونی جورج کلونی که خب همه میشناسیم دیگه، بازیگر هستش و یه فکر میکنم چند تا فیلمی رو هم کارگردانی کرده.
خیلی هم معروفه به شخصیتی که کرکتری که خیلی خاص سکسیه، مثلا حالا به اصطلاح میگه، مثلا چون اینجا هم در مورد همین دقیقاً گفته، چون که میگه که ببین چقدر قشنگه، میگه که بله ظاهر تاثیر داره، استایل تاثیر داره، ولی هوش، اینتلیجنس، به نظر خود منم اینطوریه، سکسی ترین چیز یا هات ترین چیزیه که یه نفر میتونه داشته باشه، هوش. میگه زمانی که خودت از زندگیت مطمئن باشی، شاید از اون هوشت، از اون برداشتت، اون موقع است که تو میتونی این میدهونه از این آیسی به این امسی بری. یعنی همون به ریشه هات اطمینان داشته باشی، اون هوش، اون استعداد درونیت، حالا روش کار بکنی، سرمایه‌گذاری بکنی، مسیر رو بالاخره طی بکنی، تو میتونی اون کسی باشی که مثلا جورج کلونی یا آدم‌های معروف به اوج رسیدن. و البته یه چیز دیگه هم میگه زمانی که زندگیت رو شیر بکنی، چیزهایی رو که حالا داری، یعنی استعدادی که داری رو شیر بکنی، دیگه از این حالت خفته نهفته خارج میشه و میره در معرض توجه قرار میگیره. پس شما پتانسیل اینو دارید که خیلی چیزها رو در معرض دید و دیده شدن قرار بدید. کازانووا، چقدر جالب. کازانووا رو من نگاه کردم چون اسمش خیلی معروفه، ولی خب شاید خیلی همون نمیدونستیم که دقیقاً چی کار میکنه یا چی کار کرده این آدم. یک ماجراجو یا یک توریست ایتالیایی این فرد. ببینید چقدر جالبه، چقدر شما علائم ماجراجویی، توریست، گشتن، حرکت کردن، جابجا شدن رو به خصوص دارید. آیا دوست دارید این کار رو انجام بدید؟ آیا دوست دارید کارهایی در مورد آثار باستانی انجام بدید؟ کارهایی در مورد سفر، لیدری، مثلا تور لیدری، یا یک پیجی، یک مثلا یک مهارتی در این مورد ساختن؟ هم دوی چوب مثل فردیه که آماده حرکت، داره این ویو رو، این چشم انداز رو نگاه میکنه، هم اهرام رو دارید، هم نوباوه چوب رو دارید. این قطعا بخشی از زندگی شما هست. شاید کلا سفر کردن، مطالبی راجع به سفر یا فرهنگ‌های مختلف رو خوندن رو دارید. این روت میتونه کشور خودتون باشه، ریشه هاتون باشه. این میتهوه میتونه جاهای مختلف دنیا باشه، یعنی حرکت کردن و یک جا نموندن باشه. و کازانووا هم کسی بوده که اون ماجراجویی ها، اون سفرهاش رو می نوشته و یک اتوبیوگرافی، یعنی یک چی بهش میگن، یک زندگی نامه شخصی که می نویسن، اون رو داره از خودش. ببین چه قشنگه، میگه همیشه یک روح آزاد باش و این رو اعلام بکن به دیگران. منظورش اینه که همیشه نگران تقدیر، کارما، سرنوشت شما رو کجا میبره، یک چیزی در طالعتون هست نیست نباشید. فرصت‌هایی شما در زندگی دارید که با پرداختن بهش، با حرکت کردن، با بخشی از زندگیتون کردن به اون اوج میرسید. میدونید منظورش چیه؟ به نظر من با این جورج کلونی و کازانووا 2 تا پیامی که به هم ربط دارن و بهتون داره میده. این که لزوما اون آدم خواسته باشی، اون کسی باشی که مثلا بازیگر با استعداده یا نویسنده با استعداده، یا دنبال اون نباید باشی. اون چیزی که شیر میکنی با دیگران، چون دقیقا همینو میگه، اون چیزی که در خودت هست و شیر میکنی با جامعه، با دیگران، روش کار میکنی، البته در موردش ماجراجویی میکنی، اجازه میدی که در مسیرش قرار بگیری، میتونه تو رو به شهرت، تو رو به موفقیت برسونه. همون تخم طلا است. ببینید تخم طلا من فکر میکنم در وجود همه هست. خب یک چیزیه که همه دارنش. استعداد شما اینه که مثل اون سنجاقه باشید، پیداش بکنید، وصلش بکنید، به زندگیتون وصل بکنید، ضمیمه بکنید. سنجاق کارش چیه؟ وصل کردن خیلی چیزایی که شاید انگار میخوایم فقط اتچ باشه، وصل باشه، یعنی همون سنجاقش بکنیم به اصطلاح. خیلی چیزها در وجود شماست، 1-2 تا چیز نیست. ماجراجویی کردن حتی، یعنی فقط مسئله سفر یه جای دیگه رفتن نیست، ماجراجویی کردن در دل زندگیه. شما این پتانسیل رو دارید که انواع و اقسام ریشه هایی که از زندگی‌های گذشته با خودتون آوردید، استعدادها، تفکر، عقیده، هنر، اینها رو روش کار بکنید، سرمایه گذاری بکنید و به اوج برسونیدش. حالا یا تو خانواده‌تون، برای فرزندانتون، اعضای خانواده، یا برای خودتون، یا برای یک جامعه، یا یک کار به خصوصه، گاهی سفره، گاهی هنره، و میتونید خیلی چیزهای مختلف رو در موردش ماجراجویی بکنید. این استعداد شماست. براتون قطعاً باز پیام میگیرم ببینیم که
همیشه هی به سمت آخر که میره، مخصوصا این فال که خیلی خاص‌تر بود نسبت به بقیه، شاید لزوما پیام یک کلمه نبود، یه جمله نبود، ظاهرا شفاف نبود، ولی هرچی جلوتر میره شفافتر میشه و هر کدومتون خودتون دارید آگاهیش رو دریافت میکنید برای خودتون که اون چه چیزی هست در وجود شماست. چاکرا بالانسینگ، ببینید شما دقیقا نقش بالانس کننده رو دارید. یعنی چاکراها، مسیر انرژی در واقع مجموعی از چاکراهاست. انگار برای شما هم این خطر میبینید، این همون آیسی به امسیه. آیسی کجاست؟ ریشه های شما، چاکرای ریشه. امسی کجاست؟ چاکرای تاجی. یعنی یک مسیریه در زندگی شما که بخواید یا نخواید داره طی میشه و واقعیت اینه که شما زمانی به اون اوج میرسید که اجازه بدید از این مسیر عبور بکنید. این به صورت استعاری پیامیه که برای شما داره. حالا برای اکتیو کردنش به نظر من باید کلا رو کانال انرژی و مسیرهای چاکراهاتون کار بکنید. میگه آیا فضا داری؟ خیلی این کارت میاد همیشه تو پیام ها، خیلی اوقات من اینو دیدم که میگه آیا فضا تو زندگیت خالی کردی برای دریافت چیزهای جدید؟ همیشه این یه قانون جذب، خیلی هم من اینو به کار میبرم که اگر دلتون میخواد چیزهای جدید، ماجراجویی، فان بیشتر تو زندگیتون بیاد، باید یه فضایی رو براش خالی بگذارید، باید اجازه بدید که چیزی وارد بشه. دور و برتون یه ذره خالی بکنید، ترتمیز بکنید، ریشه یابی بکنید، این ریشه ها رو تمیز بکنید. به خصوص ببینیم که چه رونزی رو بهتون میده. رونز ها هم قطعا میتونن پیام داشته باشن براتون. جوی، لذت. ببینید چقدر پرچم هم شما دارید. نگاه کنید این پرچمه که بالای این کوه است، این پرچمه که اینجاست، اصلا رونز جوی خودش شبیه پرچمه، به معنی لذته، به معنی شادیه. به نظر من استعداد شما شاد زیستنه، ماجراجویی کردنه. و این نوباوه‌ای که این چوبو در دستش گرفته، این چوب دقیقاً می‌دونید مثلا این جوونه هایی که بالای این چوب زده نماینده شروعه، نماینده ماجراجویی. کازانووا ماجراجویی. جورج کلونی یک شخصیتیه که اصلا ذاتاً شخصیت فانیه، ماجراجوه، بامزه است. مثلا حتی اگه فیلم‌های جدی بازی میکنه دیدید میمیک صورتش رو، کاراکترش یه جوریه که فان میده کلا به اون، یه مدل خاصیه. مثلا فان مدل مثلا بگیم جری لوئیسی نیستش که ادا اصول در بیاره، ولی مدلش خیلی خاصه و این میتونه استعداد شما باشه. میتونه همیشه این پرچمدار بودنه باشه، کسی که لذت، شادی رو چه حالا به خانواده، به کارش، به زندگیش بره. خیلی همین اهرام هم شبیه پرچمن، یعنی چون یک نمادن، یک نماینده هستن. من مطمئنم شاید خیلی چیزها رو اینجا نگفتم که شما برداشتش کردید، شما تو ذهنتون اومده که آها اینه واقعا همینه. بعضی از انرژی خانه‌ها اینجوری عمل میکنن. من به گروه یک گفتم، به شما میگم به نظر من این انرژی خانه‌ها رو باید چند بار ببینید. 2 ماه دیگه ببینید یه کد جدید براتون باز میشه، چون من واسطه‌ام، من اینجا کد به شما میرسونم، شما بازش میکنید. هیچ وقت توی انرژی خانه‌ها، حتی تو تفسیر چارتتون، منتظر کلمات و جملات اختصاصی نباشید که به شما گفته میشه. بذارید خودتون کشفش کنید. آگاهی برای خود شما، برای چاکرای چشم سوم شما که مسئول دیدن حقیقته و تفکیک آگاهی هاست، برای خودتون میرسه. ولی خب خیلی کارا میتونید بکنید برای اینکه بتونید با خودتون کانکت بشید، خودتون بیشتر بشناسید، مثل شناخت چارتتون، مثل انرژی خانی ها، مثل حتی مطالعه یه سری علوم شهودی. چرا؟ چون ریشه چیز نهفته ایه. شما با واکاوی، مثل نشان عقرب، واکاوی، مواجه شدن با ناشناخته ها، میتونید اون استعدادهای درونی، اون شادی و لذت و ماجراجویی های این زندگیتون رو کشف کنید. شما انگار اومدید به این زندگی که ماجراجویی کنید. پس میتونید با مطالعه، با آموزش گرفتن، آموزش دادن، حتی انواع کارها رو انجام دادن، این کدها رو باز بکنید و از زندگیتون لذت ببرید و به بالانس و توازن برسونید. به نظر من یکی از نهفته ترین پیام ها برای شما تو این زندگی این بالانس گرفتن و بالانس دادن حتی بود. چرا؟ چون این خطه نماینده توازن و تعادل این صلیبی هستش که توی چارت شماست. خط MC و IC بین اون چیزهایی که ریشه هستن و میوه و برگ هستند بالانس ایجاد کردن. خیلی جالبه. من امروز که این انرژی خوانی رو انجام میدم، شب قبلم یه خوابی دیدم که البته تو ذهنم بود روزهای قبلم که اینو انجام بدم، ولی قبل از اینکه اینو صبح شروع کنم انجام دادن، شب قبلش خوابی یک درخت رو دیده بودم که حالا درخت گیلاس بود
و بار داده بود و من خیلی خوشحال بودم، منتظر بودم زودتر وقتش بشه من برم اینا رو بچینم. و الان که داشتم راجع به درخت صحبت میکردم این تو ذهنم اومد، شاید یه علامت بوده. به خصوص شما میتونید این پرچم داره باشید، کسی که یک بذری رو کاشته، ازش مراقبت کرده، یک درختی رو بزرگ کرده، حالا این درخته میوه داده، بار داده و شما میتونید لذتش رو ببرید. مثل یک بازیگری که یک عمر تلاش کرده، حالا نشسته داره لذتش رو میبره. مثل یک ماجراجویی که تمام زندگیش هم ماجراجویی و لذتجویی بوده، ولی داره از اون باری که داده، مثل اون بایوگرافی که نوشته، اون داستانی که خلق کرده، اون فیلمی که ساخته، مثلا اون اثری که خلق کرده، داره لذت میبره. شما اونید و این اثری که خلق میکنید در زندگی هر کدومتون متفاوته و اون بذرها میتونه خودتون باشید، کارتون باشه، میتونه کودکتون، زندگیتون، آدم‌های زندگیتون حتی باشه، روابطی باشه که در زندگیتون دارید. شما مراقبت کننده و اون سرمایه گذاری اید، پس سرمایه گذاری کنید رو خودتون، رو اطرافیانتون، رو زندگیتون سرمایه گذاری کنید. امیدوارم که لذت ببرید از این انرژی خوانی ها. نظراتتون رو حتما بیاید کامنت بکنید و در آینده اگه به خصوص اتفاق جدیدی براتون افتاد یا کشف جدیدی کردید کامنت بکنید، من همه رو میخونم. اگر سابسکرایب نکردید لطفا انجام بدید. سایر کانال ها رو هم فالو بکنید، از آموزش ها استفاده بکنید، از پکیج های تفسیر برای خودشناسی، برای باز کردن این کد ها خیلی کمکتون میکنه. شاد و موفق باشید. گروه 2 امیدوارم که هنوز از گروهتون خارج نشده باشید. من میزتون رو جمع کردم، کارتا رو برداشتم، خیلی اتفاقی به ذهنم رسید اینو بهتون بگم، چون حس کردم وقتی داشتم کارتا رو جمع می‌کردم گفتم اینا خودشون کاشف استعدادها هستن، یعنی میتونن پیدا کنن استعداد دیگران رو و گفتم بذارید برم بهشون بگم که شما خودتون میتونید در دیگران استعدادها و گیفت هاشون رو پیدا کنید، روش سرمایه گذاری کنید، رشد بدید، کمکشون بکنید و از این طریق حتی منابع مالیتون و رضایتتون تو زندگی رو فراهم بکنید، ماجراجویی بیشتری حتی بکنید. مثلا کسانی که استعداد هنر دارن یا استعداد ثروت دارن، شما میتونید بهشون کمک کنید، باشون شراکت بکنید، همکاری بکنید و خودتون هم راضی‌تر و موفق‌تر باشید. خدا نگهدار. گروه 3 خوش اومدید به انرژی خوانی خودتون. نماد حلقه رو انتخاب کردید. میخوایم ببینیم که چه استعداد، چه گیفتی، چه تالنتی در وجود شما هست که حالا بهش آگاه هستید یا نیستید. شاید اصلا تازه دارید کشفش میکنید، شاید میدونستیدش ولی انجامش نمیدادید، یادتون رفته بوده. به هر حال این گروه مخاطب‌های زیادی داره، گروه ها کلاً، و اینجا ما یک چیزی رو کشف میکنیم که شما الان نیاز دارید بدونیدش و بشناسیدش. من بیشتر کارت ها رو برمیدارم و بعد شروع میکنم تفسیر کردن. این انرژی خوانی به نظر خودم خیلی خاصه، نیاز به دقت بیشتری داره، نیاز داره که شاید حتی به نظر من چند بار دیگه بیایید گوش بدید، چون میتونه هر بار یه سری کد ها رو براتون باز بکنه، یه سری چیزها رو براتون، سوالات رو پاسخ بده. بنابراین به یک بار حتی اکتفا نکنید. ببینیم که تاروتتون هم چی میگه از یک دک خیلی قدیمی خیلی قدیمی، جز اون البته این دک هم استفاده نشده چون یادمه که از یه سری کارتا استفاده میکردم، بعد اینو همینطوری داشتمش ولی استفاده نکرده بودمش و تازه اینو بازش کردم. فکر میکنم مثلا خیلی ربط داره، انگار شما هم استعدادهایی رو میخواید تازه بشناسید، شکوفاش بکنید، روش کار بکنید. سولار فلرز اکتیویت، ببینید دقیقاً به معنی اکتیو کردن، یه چیزهایی داره فعال میشه، یه چیزهایی اصلا اکتیوه در شما. و منظور اینجا که تو این کارت به معنی ارتباط سیارات در منظومه شمسی با هم، یعنی هر کدومشون رو کارکرد دیگری تاثیر میذارن و با هم ارتباط دارن. پس میتونه در وجود شما هم یه سری فعالیتایی که میکنید با هم ارتباط دارند و حتی کارهایی که الان میکنید هم بر اساس میتونه پتانسیل و استعدادهاتون باشه. نشان جمنای که دقیقاً یک نشان دوگانه است، دو سویه است به اصطلاح، یعنی شاید یک چیز نیست که در وجود شما، چندین چیزه، چندین استعداده. جالب، رینگ رو که انتخاب کردید، حلقه رو، همین اول ماجرا یک حلقه به شما داده، یعنی این حلقه البته حلقه هایی ببینید کوچیک کوچیکن که به هم وصلن. این اورب یا مدار سیارات هستن که همه اینها توی مدار خودشون بعد در ارتباط با هم دیگه تو مدارهای بزرگتر با هم ارتباط دارن و فکر می‌کنم این رینگی که انتخاب کردید یک دلیلی داره. ساجیتاریوس چقدر جالب، ببینید جمنای و ساجیتاریوس دو تا نشان مقابل همن،
دقیقا روبروی هم دیگه هستن و هر دوشون به معنی ارتباطاتن، ولی جمنای کوچیک‌تره، پرایوت‌تره، ساجیتاریوس یا کماندار بزرگتره. مثل این دقیقا شخصیتی که داره تیرش رو به هدف میزنه، کمانش رو کشیده، یعنی داره افق بزرگتری رو میبینه. پس به نظر من شما مجموعه ای از استعدادها و پتانسیل هستی که تو موقعیت‌های مختلف زندگیتون بهشون میپردازید. یکی از بزرگترین استعدادهای شما روابط عمومی، ارتباطات، گفتگو، کار کردن با دیگرانه. حالا ممکنه تو خیلی چیزای مختلف باشه، یعنی یک بخش فقط نباشه، میتونه در بخش آموزش، سفر، ویزدم، خرد. یونیکورن رو بهتون داده. دقیقاً ساجیتاریوس نماینده ویزدمه، خرده. ببینید لزوما اینجا دیگه خلاصه خیلی جالبه، خیلی قشنگ داره میشه، چون هی داره بیشتر معنا پیدا میکنه. ببینید جمنای مرکوریانه، مثل دو تا چارتای روزمره، گفتگو، صحبت، یه چیزی رو یاد گرفتن، یاد دادن، همون کارهایی که بهش مشغولیم. ساجیتاریوس فراتر از اون میره به سمت آگاهی های بزرگتر. لزوما به معنی دانش به خصوصی نیست، به معنی خرده. یعنی از همه فعالیت های زندگی، اطلاعات، تحصیل، کار، حتی شکست ها درس گرفتن که اینها مجموعاً تبدیل به یک آگاهی شخصی میشه. شما مثلا هر فردی رو میبینید یک تصوری از آگاهی هاش دارید دیگه، درسته؟ ما که نمیتونیم همه آدم ها رو بشناسیم. اون تصوری که معمولا دیگران، یعنی شما از خودتون ابراز میکنید در مورد خردتون، آگاهی هاتون، نحوه زندگی کردنتون، اون همون تقریبا میشه گفت ساجیتاریوس وجود شماست. یعنی اون خردمندی شماست، اون آگاهی شماست. حالا آگاهی هاتون بر اساس تحصیلاتتونه، بر اساس تجربیاتتونه، از زندگی‌های گذشته آوردید، ذاتاً خردمندید یا در حال تجربه کسب کردنید. شما استعداد وجودیتون خردتونه، انگار از زندگی‌های گذشته همینو با خودتون آوردید. میل، فیمیل، زنانه و مردانه، دقیقاً یک نشان دوگانگی یا چندگانگی رو داد که مثل جمنای، یعنی پرداختن به ابعاد مختلف وجودی. بله، همینجا ببینید چقدر مشخص شد. همینجا نشون داد که شما یک استعداد ندارید. شما خودتون درونتون مثل مجموعه از سیارات که تو منظومه شمسی ارتباط دارن. هم اینجا رو دارید، هم اینجا رو دارید. یعنی هم سیاهید، هم سفیدید، هم یکید، هم دهید. یعنی بین اینها خب کلی مسیره، از مسیر A تا مثلا Z کلی مسیره. شما مجموعه ای از اینها هستید که همه اینها خرد شماست، آگاهی شماست. شما استعدادهای وجودی دارید که هم مربوط به بخش زنانه وجود، هم مردانه میشه، مثل استعدادهای فیزیکی، ورزش، استعدادهای هنری، احساسی، عاطفی. خیلی چیزها رو شما دارید با خودتون و استعداد نمیشه گفت ولی گیفته. این شما گیفتد هستید به اصطلاح، یک هدیه آسمانی در وجودتونه که من فکر میکنم در دوره‌های مختلف زندگی به بخش‌های مختلف میپردازید. مثلا یک دوره ممکنه تو بخش‌های آموزشی تحصیلی اکتیوید، یک دوره مثلا بیشتر سفر میکنید، از سفرهاتون، از تجربیاتتون تجربه کسب میکنید، یک دوره ممکنه که کارهای هنری انجام میدید، یک دوره کارهای فیزیکی انجام میدید. تو هر سنی باشید، همین الانش هم که تو این گروهید، من فکر میکنم این حلقه رو بیهوده انتخاب نکردید و شهودتون بهتون علامت داده که ببین تو نمیتونی تو این زندگی، حتی به نظر من شماهایی که اینجا هستید لزوما ممکنه یک شغل به خصوص نداشته باشید، شاید تو بخشای آموزش، مشاوره اکتیو باشید، ولی لزوما نیومدید تو این زندگی فقط یک کار رو انجام بدید. شما اومدید که این خرد رو تو جاهای مختلف، تو کارهای مختلف و با آدمهای مختلف از شخصیت‌ها، روحیات و تجربیات متفاوت به اشتراک بگذارید. یعنی یکی از استعدادهای ذاتی شما شیر کردنه، به اشتراک گذاشتنه و فراتر از اون محدوده ها حرکت کردنه. پس تو یک کار، دو کار، یک زمینه نیست، توش خیلی چیز هاست، ولی اون گیفتی که شما دارید اینه که میتونید دیده بشید، میتونید به اشتراک بگذارید، میتونید لیدر باشید، میتونید اون خردمنده باشید که همه بهتون رجوع میکنن. ملکه سکه دقیقاً همینه. ملکه سکه یک شخصیت خیلی امن، فکر میکنم تو گروه یک هم اومده بود، یک شخصیت خیلی امنی هست که خیلی چیزها رو در خودش ساخته، ثروت رو ساخته، سلامتی رو ساخته، عشق رو ساخته و این سکه‌ای که در دست داره دستاوردهاشه و این امنیتی که در وجودش فراهم کرده. به نظر من شما ذاتاً این هدیه رو از سمت کائنات دارید که میتونید خیلی چیزها رو در وجودتون رشد بدید و نهادینه بکنید و این رو با دیگران شیر بکنید، مثل ملکه، مثل پادشاه،
در اختیار دیگران قرار بدید و بهشون آموزش بدید، اونها رو به سمت هیلینگ، به سمت سلامتی ببرید. 6 چوب، موفقیت، پیروزمندی، خیلی شبیه انرژی ساجیتاریوس این 6 چوب. میدونین چرا؟ چون هم ساجیتاریوس و کماندار دوست داره در معرض توجه، تشویق، دیده شدن، شنیده شدن قرار بگیره. هم 6 چوب نماینده پیروزی به یک دستاورد یا دستاوردهایی رسیدن باشه. شما ذاتاً موفقید، ذاتاً به نظر من خوشبین هم هستید. یعنی تو وجودتون یک سری انگیزه ها، خوشبینی هایی وجود داره که شما رو هدایت میکنه به سمت موفقیت. چرا؟ چون ابعاد مختلفی داره وجودتون که آروم آروم تو این زندگی دارید بهش مسلط میشید، دارید یاد میگیرید چطور ابعاد مختلف رو با هم به کار بندازید. حتی اون بعدهایی که خیلی با هم فرق دارن. می‌بینید زن و مرد که کاملا نقطه مقابل همن، دوقلو و کماندار که کاملا نقطه متضاد و مقابل هم دیگن، ولی بین اینها یک مسیره که شما دارید این مسیر رو طی می‌کنید. آهسته و پیوسته از جمنای به کماندار رفتن خیلیه ها. مثلا مثل میمونه که از یک کسی که از یک روستای کوچیک میره توی شهر زندگی میکنه، از شهر میره چند تا شهر دیگر تجربه میکنه، از اون شهر کشور خارج میشه، میره یک کشور بزرگتر، بعد از یک مدتی که تو اون کشور بزرگتر زندگی میکنه میره چند تا کشور دیگه. ببینید اینجوری این ویزدمش، خردش گسترش پیدا میکنه و یک روزی برمیگرده میگه من توی روستای کوچیک حتی بدون امکانات اولیه بودم. این یه مثاله، مثل مجموعه از سیارات که وقتی به یکیشون نگاه میکنی میگی خب یه دونه مرکوری کوچولوه دیگه، یا یه دونه دقیقاً مرکوری کوچکترین سیاره است، ژوپیتر بزرگترین سیاره است، از خیلی 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 کوچیکش به اون بزرگش میرسه. مثلا نگاه میکنی این سیاره کوچولو وظایفی داره این کار انجام میده، بعد آروم آروم میری سیارات دیگه، بعد میری سیاره خیلی بزرگتر، یا مواجه میشید با کلی امکانات بیشتر، دید بزرگتر. و ملکه سکه همینه، یه دونه سکه شاید در دستشه ولی روی اون کار میکنه، زمان میگذاره، رشد میده و به پیروزی میرسه. وایب اصلا ساجیتاریوس وایب پیروزیه. حالا یک مقداری اغراق‌آمیزم هست ولی خب به هر حال پیروزی، دستاورد توش وجود داره. خب ما میخوایم بریم ببینیم که قطعا ببینید شما استعدادهای زیادی دارید، من نمیتونم اینجا بهتون بگم دقیقاً چیه، ولی مسلماً آموزش، مشاوره، روابط عمومی، کمک کردن به دیگران چه از نظر جسمی چه روحی در وجود همه شما هست، در وجود همه شما هست. و همه اینها بیسش چیه؟ روابط عمومیه. یعنی کلام شما، نوع ارتباطتون، چیزی که تبلیغ میکنید، ارتعاشتون تاثیرگذاره و مجموعه‌ای از اینها خرد شما رو تشکیل میده. شما ذاتاً خردمندید. حالا مثلا ممکن توی بخش زندگی رفتید دنبال یه کاری، مثلا سوادش رو یاد گرفتید، بعد جلوتر رفتید یه جاهایی دیدید نه فقط به دانش نیست، باید رفتارم رو، لباس پوشیدنم رو، حتی استایلم رو، لحنم هم تاثیرگذاره توی کارم. اینا میشه خرد. و شما روی بخش‌های مختلف وجودتون توی این زندگی میتونید کار بکنید. برای مثال اگر الان فقط دارید مثلا معلم یک رشته‌ای هستید، شما میتونید مثلا توی فضای مجازی هم خیلی بدرخشید. مثلا اگه دارید توی یک آموزشگاهی کار میکنید، بدونید که این پتانسیل بزرگتر هم وجود داره، ولی شما هنوز وارد اون ابعاد نشدید چون هی دونه دونه این بعدها براتون باز میشه. اصلا بذارید بپرسیم از تاروت که آیا شما بهش مشغول هستید یا نه، یا پیداش کردید. من فکر میکنم آشنایید باهاش. بله، شوالیه سکه، شما باهاش خیلی داره شبیه گروه یک میشه. البته نمیخوام بگم که حالا گروه یک چجوریه، ولی کارتای مشابه دارید. به نظر من شما کاملا واقفید به استعداداتون، کاملا واقفید، توش هم هستید، ولی ممکنه تو اون بخشای کوچیکش هستید. میدونید حتی اگر خیلی ها میشناسنتون، حتی اگه خیلی افق دیدتون بزرگتره، خیلی چیزها در مورد خودتون میدونید، در مورد دیگران میدونید، اطلاعات زیادی دارید، هنوز به اون بخش بزرگا نرسیدید. خیلی میتونه بزرگتر از اون چیزی باشه که الان توش هستید. به به، 10 جام. ببینید دقیقاً شما، گروه شما نهایت آرزوها رو دارید، یعنی نهایت پیروزی رو دارید. 6 چوب، ساجیتاریوس، 10 جام، یعنی میتونید خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که الان دارید بهش دستیابی پیدا بکنید. یونیکورن اصلا نماینده آرزوهاست، یعنی چیزایی که شاید همیشه برای شما آرزوه میتونه دستیافتنی باشه و یک مسیر رو به رشدی داره، آروم و کنده. شما اینجایید ولی آهسته پیوسته میرید به سمت این خرده. میدونید چیه این ویزدمه؟ اینه که
شما به یه جایی میرسید که متوجه میشید اون چیزی که تو ذهنتون بوده دستاورد نیست. یک همچین چیزی رو شما بهش پی میبرید، یک آگاهی بزرگی بهتون میرسه که مثلا برای مثال این ماشین رو داشته باشم، این خونه رو داشته باشم، این نیست، یه چیز دیگه است. اون خوشحالیه، اون حس آزادیه، اون حس تعلق داشتن به زندگی، به کائنات، به لحظه رو شما بهش میرسید و متوجه میشید اون خوشبختی واقعیه. ببینید زنانه و مردانه رو بهتون داده، مثل انرژی یین و یانگه. شما حتی به یک آگاهی میرسید، پی میبرید که متوجه میشید حتی اون چیزهای کوچیک زندگی هم معنا دارن. به نظر من بذارید اینجوری بگم، مهم نیست چه کاری میکنید، مهم نیست الان کجایید، مهم نیست چقدر سواد دارید، چقدر مهارت دارید. استعداد وجودی شما شادیه و خوشبینیه. یعنی این در بطن وجود شما هست. دایره مفهومش چیه؟ یعنی همه چیز در پی هم هستن و به هم ربط دارن. هیچ جا نقطه آغاز نیست، هیچ جا پایان نیست. و ممکنه این دایره حول محور یک چیزی داره میچرخه. اون میتونه اون شعله و شادی درون باشه. دایره به معنی چیه؟ یگانگیه. مرد و زن، کوچیک و بزرگ، پدر و مادر و فرزند، خانواده، عشق. عشق بزرگتر ها. باز عشق رو تو محدوده نبینید، عشق رو توی فقط مثلا رابطه یا میدونید، چون هر آن ممکنه که شما این تمایل رو داشته باشید که خودتون محدود بکنید، ولی استعداد ذاتی شما چون اینه که یگانگی، میتونید به حقایق خیلی بیشتری دسترسی پیدا بکنید، خود به خود دید شما رو بزرگتر میکنه. هر جا توی یه چیز کوچیکی گیر بکنید، حلتون میده به سمت چیزهای بزرگتر، حتی شده با چالش. من برای شما از دک انیمال هنوز کارت نکشیدم، با اینکه حیوان رو بهتون داد. میخوایم ببینیم که چه حیوان با چه ویژگی هایی رو میده. به به، اسپایدر، عنکبوت. ببین چقدر جالبه. اصلا انگار استعداد ذاتی شما گستردگی، بزرگتر دیدنه، خردمندتر شدنه، شادتر بودنه. همون اکسپند، همون گسترشی که مفهوم نمادین کمان داره. میتونه حتی سفر باشه. یعنی شما زاده نشدید یا به این دنیا نیومدید که به یک نقطه اکتفا کنید. سفر، جابجایی، دورتر شدن، بزرگتر دیدن، آگاهی بیشتر. بذارید اینجوری بگم، مثلا اگه شما الان محصلید، میگی من میخوام مهندس بشم برای مثال، یکی دیگه میگه من میخوام بازیگر بشم، یکی دیگه میگه من میخوام دکتر بشم، حالا هر چیزی. شما نیومدید اینجا که اون کارو انجام بدید، شما اومدید که انواع اقسام آگاهی ها رو داشته باشید. پس خودتون رو خلاصه به این مدارک و مدارج و این جاها نکنید. و واقعا استعدادشو دارید، یعنی در طول زمان خودتون اصلا متوجهش میشید. حتی نمیگم اون انجام ندید، وقتی اون انجام میدید متوجه میشید که اون چیز کوچولو که میتونه اون تارهای اولیه باشه وصل میشه، بزرگ میشه، بزرگتر میشه. و شما اون خانواده بزرگترتون، اون آدم‌ها، اون اجتماعی که بهشون وصلید و مال اون هستید، بهش تعلق دارید که باز هم جای خاصی نیست و همه جا میتونه باشه، اون رو بهش دسترسی پیدا میکنید. انگار مثلا شما هر چند وقت یه بار تو زندگیتون روی موضوعی فوکوس میکنید، یه دستاوردی کسب میکنید، بعد ازش عبور میکنید. این چه قشنگه. مثل این ملکه است که زمان میگذاره، یک چیزی به دست میاره، انجامش میده، توش خبره میشه، عبور میکنه. اما با چه عبوری؟ با پیروزی. حس پیروزی داره. حس اینو داره که حالا آمادم دستاورد بعدی زندگیم رو انجام بدم. هر دستاورد خودش، ببینید، سولار فلرز، اکتیویت، هر دستاورد، هر سیاره خودش دنیاییه. هر بخش زندگی خود شما خودش دنیاییه. چقدر شما خوشبختید، چقدر شما میتونید خوشحال باشید. یه چیزی بگم، دایره میتونه انرژی لوپ های تکراری رو هم ایجاد بکنه. نترسید. میدونید احتمالا شما توی این لوپ ها قرار میگیرید، توی این چرخه ها. مثلا میگید این کارو شروع کردم، روش کار کردم، این پروژه رو تموم شد، دوباره انگار از صفر یه چیزی شروع کردم. این موهبت شماست، این گیفتیه که کائنات به شما داده. یعنی چرخه های مختلف رو شما تجربه میکنید، تو هر کدومشون دستاورد و پیروزی کسب میکنید، حتی اگه گاهی چالشی باشه، چون میخواد به شما خرد و آگاهی بده، چون میخواد جوانب و ابعاد مختلف وجودتون رو رشد بده. این بخش زنانه مردانه با هم سازش ندارن، خیلی اوقات مچ میشن، خیلی اوقات اصلا دور میشن. پس وظیفه شما اینه که اینها رو با هم دیگه مچش بکنید، خودتون با دیگران مچ بشید. حتی یه گروه رو دنبال خودتون، شاید خیلیاتون میتونید لیدرهای خیلی خوب بشید، شاید که نه، قطعا همینه. از بخش‌های کوچیک زندگی وارد بخش‌های بزرگتر بشید، آگاهیتون رو انتشار بدید، معلم‌ها، لیدرها، هیلرهای خیلی خوبی باشید، شبکه‌ها رو به هم وصل بکنید، مثلا
بازاریاب ها، مثل مدیرهای داخلی. این در مورد شغل و بیزینسه. ما اینجا نیستیم در مورد شغل و بیزینس با شما. من نمیخوام همچین کاری بکنم. من میخوام اون هدیه‌ای که کائنات در وجود شما گذاشته رو بهتون بگم که به نظر من هماهنگی، شادی، خوشبینی و بزرگتر دیدنه. و قطعا انجامش خواهید داد، قطعا بزرگترش میکنید. ببین تو مسیرش هستید، شما خودتون هم میدونید. یعنی ممکنه به واسطه ارتباطات اخیر زندگیتون تو هر سنی که هستید، تو هر شرایطی که هستید، متوجه شدید که شما خیلی با استعدادید، روی هر چیزی که کار کنید به اون حد نهایتش هم میرسید. ولی اون حد نهایت هیچ وقت یک چیزی نیستش که تموم بشه، انگار یک چرخه دیگه براتون شروع میشه. به به. 2 جام توازن در زندگی و قطعا به سمتش میرید. خیلی هاتون ممکنه که استعداد ذاتیتون اون عشقی باشه که با آدم‌های اطرافتون دارید، اون عشقی باشه که شیر میکنید. به هر حال شما شیر کننده هستید، کسی هستید که در اختیار دیگران خیلی چیزا رو قرار میدید. حالا تو کارتون آگاهی و خرده، تو زندگیتون میتونه عشق باشه، سلامتی باشه، محبت کردن باشه. و این محبت در وجود شما هست. هر چقدر جلوتر میرید، چی میگم به این آدم‌های این مدلی، بخشنده تر، همون آدم هایی که خیلی خردمندن و دیگه عشق و محبت رو خیلی شرطی نمی کنن، قطعا خیلی بخشنده تر میشید، بزرگتر میبینید. میتونید برای آدم های اطرافتون نقش همون لیدر، مراقبتگر و مادر رو ایفا بکنید که قطعا خواهیدش داشت. من یه دکی دارم، دک سلبریتی ها. خب استعداد شما که مشخصه، کاملا واضحه، ولی خب اینجا شخصیت هایی رو میده که میتونه مربوط بشه، میتونه پیام براتون داشته باشه. به هر حال این آدمای معروفی هستن، هر کدومشون تو زمینه‌های مختلفی فعالیت میکنن. ببینیم به شما چی میده. کورتنی لاو من نمیشناسم، ظاهرش هم نمیدونم، باید نگاه کنم. یه کارت دیگه هم براتون میکشم. پابلو پیکاسو پابلو پیکاسو رو دیگه هممون میشناسیم. ببینید متفاوت بودن. پابلو پیکاسو خب بگیم مخترع، یا مخترع که نه نمیشه گفت، یعنی لیدر، پیشرو سبک کوبیسم بوده دیگه توی نقاشی. یک سبک کاملا متفاوت. یعنی چی؟ تو دنیایی که، تو شرایطی که همه داشتن از منظره میکشیدن، همه داشتن از یه سری اصول خاص توی نقاشی پیروی میکردن، یهو پیکاسو اومد یه چیزایی عجق وجقی شروع کرد کشیدن و یه چیزهایی به هم ریخت و قاعده رو به هم ریخت، نظم رو به هم ریخت و شهرت گرفت. دیده شدن و شهرت گرفتن میتونه ویژگی ذاتی شما باشه. متفاوت بودن قطعا میتونه ویژگی ذاتی شما باشه. و به خود اعتماد داشتن به نظر من، همون شادی درونی، همون شعله‌ای که درون شماست، اون خرد به خصوصی که دارید میتونه ویژگی درون شما باشه. ببینید چی گفتم بهتون؟ گفتم یک چیز کوچولویی رو شما ممکنه همیشه تو زندگیتون روش کار میکنید، مثل یک استعداد، هنر، ورزش، هر چیزی که هست. ولی شما اومدید تو این زندگی و هدیه‌تون اینه که تو اون گیر نکنید، مثل همون اصول و قواعدی که دیکته میشه به همه. مثلا اینجوری نقاشی بگید. من خودم یک دوره یادم خیلی سال پیش نگارگری رو شروع کرده بودم و خیلی دوست داشتم به آثار مینیاتوری و نقاشی‌های ایرانی کلا. وقتی که شروع کردم، البته نمیخواستم تو اون گیر بکنم، میخواستم یه سبکی برای خودم پیدا بکنم. یعنی خودم دوست داشتم خوشحال باشم، نمیخواستم کار خاصی بکنم که حالا معروف بشم و اینها. میخوام یک تجربه شخصی رو باهاتون شیر بکنم. ببین وقتی من وارد شدم، خب اینجوری نیست که شما بلافاصله با رنگ ها کار بکنید. اول طراحیه، بعد نقطه گذاری. مینیاتور خیلی فرق داره با نقاشی های دیگه. نقطه نقطه رنگ ها ساخته میشه. اینجوری نیست که شما یهو رنگ بکنید همه چیز. نقطه نقطه رنگ رو میسازید، حتی سایه ها رو. و وقتی شروع کردم و مواجه شدم، یکی دو سال داشتم کار میکردم، حتی به بخش رنگ هم رسیدم، ولی مواجه شدم با یک سری اصولی که تغییر ناپذیره. اصلا استاد من میگفت تو نمیتونی اینو عوض بکنی و خارج از این اصلا دیده نمیشه، کسی بهت کاری نداره. میگفتم خب بابا بذارید من یه لاله بکشم، من نمیخوام زنبق بکشم، من نمیخوام مرغ بکشم. مرغ یعنی همون پرنده‌ای که معمولا تو نگارگری هاست بهش میگن مرغ. من نمیخوام مرغ بکشم، گل مرغ بکشم، من میخوام لاله بکشم، من میخوام یه گل دیگه بکشم. گفت نه این چارچوبه، تو اگه زنبق نکشی اصلا این دیگه نگارگری حساب. و من واقعا تمومش کردم. اومدم خونه، میزمو فروختم، یعنی زنگ زدم به یکی از همکلاسیام، گفتم به کسی بگو میز کار، وسایل من نمیخوامش.
وش نمیدونم کار درستی کردم یا نه، ولی درگیر این اصول نشدم. نمیخواستم، میخواستم با رنگ‌های مختلف کار کنم. حتی اجازه ندارید شما تو بعضی از هنرها از اون چارچوبه خارج بشید. ولی کسی مثل پیکاسو این کارو کرد، خارج شد و اصلا هم اول پذیرفته نشده بود ها. اول به عنوان یک آدم دیوانه‌ای که حالا حتی مشکلات روانی داشته، حتی توی روابطش هم در چارچوب به خصوصی نبوده، با آدم‌های مختلف ارتباط داشته، به اینها شهرت داره البته و اینو من به شما توصیه نمی‌کنم، ولی ممکنه در وجود شما باشه. شما نمیتونید روی یک نقطه گیر کنید و این همین گیفت شماست. پس اگه توی کار نمیمونید، اگه توی یک زمینه حتی روابطتون یه خورده مثلا به مشکل میخوره، ثبات نمیگیره، بدونید که این موهبت شماست، چون شما نیومدید توی یک نقطه گیر کنید، شما اومدید بازتر، بزرگتر، متفاوتتر، خاصتر باشید. اینو براتون چک میکنم. کورتنی لاو خب میتونه هنرمند باشه، بهش میخوره که هنرمند باشه. خب بله، گیتاریست و خواننده هستش. من راستش بخواید نمیشناسمش. و ببین چقدر جالبه، به عنوان ادوایس و اون جمله‌ای که پیام داره بهتون میگه که جاه طلب باش، بزرگتر ببین، بلند پرواز، بهتر بگیم اینجوری، امبیشس میشه بلند پرواز باش. میگه اصلا مهم نیستش که خیلی قشنگ داره میگه مهم نیست که اصلا میدونی کجا داری میری یا نمیدونی، یا اون مشخصه اون جایی که داری میری، برو. کماندار، ببینید تیر رو میدونید، این تیر رو از کمان میکشه نمیدونه این کجا داره میره، ولی میره، حرکت میکنه. ولی بیسش چیه؟ بیسش همون استعدادهاشه، بیسش همون آگاهیه، بیسش یعنی یه چیزی ساختاری داره ولی بقیه‌شو دیگه نمیدونه کجا میره. میگه من میخوام حرکت کنم، من میخوام برم. پس به نظر من شما کسانی هستید که باید زندگی آزادانه داشته باشید. اصلا آزادی در وجود شما هست. مختص یک گروه نشدن، مختص یک کار، یک جا حتی نشدن در وجود شما هست. پس بابتش قصه نخورید، بگید همه مثلا این کارو ساختن، این تحصیل رو انجام دادن، این مدرک رو گرفتن، من نمیدونم چی کار بود. شما اومدید آزاد باشید، محبت شماست، ازش لذت ببرید، چون همه اون چیزای خوبو میتونید اینجوری داشته باشید. بیس ولی داره این تور، این شبکه‌ای که این عنکبوت میبافه هم یه بیسی داره. ملکه سکه بیسی داره، مرکوری بیسیه، خودش بیسه و بر اساس این بیسه شما حرکت میکنید. این میتونه همون خرد و آگاهی شما باشه، میتونه سوادتون باشه، میتونه اطلاعاتی که اخیراً کسب، میتونه همون تجربیاتتون باشه. و یعنی یک چیزهای، یک اصولی هست که قطعاً باید بهش پایبند باشی. اونی هم که نقاشی میکشه به ظاهر یه چیز عجق وجقیه، اون هم یک بیسی داره، اون هم یک طراحی داره، اون هم یک خردی پشتشه، یک دانشی پشتشه. خیلی قشنگه. میگه به یاد داشته باش هیچ چیزی ربطی به سن نداره، به تجربه مربوطه. به نظر من تجربه های مختلف در زندگی هدیه‌ایه که کائنات به شما داده، ازش لذت ببرید. ببینیم دیگه چه پیامی بهتون میده کارتاتون. انرژی کلیرینگ، انرژی شما باید تمیز بشه. البته این به این معنیه که شاید این خودش یکی از اون هدایاییه که در وجود شما هست. میگه که برای مثبت بودن این سیستمی که در وجود شماست باید تمیز بشه. خیلی شبیه این سولار اکتیویتی، میبینید اینجا سیارات، اینجا چاکراها هست و انگار این خودش اصلا بر مبنای سیاراته، ولی منظورش در واقع همون چاکراها و کانال انرژی بدن شماست. یعنی یک بیسی داره، همون چاکرای ریشه، ولی هی گسترش پیدا میکنه، هی بزرگتر میشه. یعنی شما یک امنیت نسبی در وجودتون هست، از زندگی‌های گذشته آوردید، حالا اطلاعات، استعداد، بخشش هم تو این زندگی ساختید، ولی بقیه‌اش دیگه هی گسترده تر شدنه. یعنی این سیستم رو هر چقدر بر اساس اون سیستم کار میکنید ولی بزرگتر میبینید، فراتر که میرید میتونید به سمت مثبت بودن. میگه شما آماده مثبت اندیشی بیشتر، انگیزه بیشتر، مثل یک بالونی که هی باد میشه، هی بالا میره، هی هیجان انگیزتر میشه همه چیز. فکر می‌کنم یک همچین چیزی رو شما اومدید دریافت کنید. اینر چایلد، کودک درون. چقدر جالبه. شاید اون بیسه که همه چیز بر اساس اون میتونه رشد بکنه، همون شفای درون یا کودک درونیه که شفا یافته. خیلی جالبه. من مراقبه اخیری که درست کردم
گذاشتم. آخرین مراقبه‌ای که گذاشتم شفای کودک درون بود و تو روزهای ماه کامل اغلب که خودم خیلی حال خوبی نداشتم اینو درست کردم، چون احساس کردم یک چیزی در درون من میخواد باهام کانکت بشه و احساس کردم خیلی هاتون بهش احتیاج دارید و انگار شما جزء اون گروه هستید. یک بیسی در وجود شماست که وقتی اون تمیز میشه، مثل چاکرای ریشه، مثل کودک درون، مثل ارتباطی که با خودتون میگیرید، شناختی که از خودتون پیدا میکنید، مثل یک جرقه‌ایه که شروع میشه تا زندگی شما گسترده تر، شادتر و با انگیزه تر بشه. این پیامیه که به شما داده. خیلی گروهتون جالبه و خیلی هم با سرعت داره جلو میره. حس میکنم که خیلی همه چیز واضحه. انگار دقیقا سرعت داشتنم تو زندگی شما هست. یعنی انگار اولش یه چیز کوچولویی میگه، بعد یهو همه چیز سرعت میگیره، تون 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 جلو میره، همه چیز حل میشه. خیلی تجربیات جدید شما کسب میکنید، از همه چیز میدونید، از همه چیز یاد میگیرید، از زندگیتون لذت میبرید. این خواننده یا گیتاریست، خب اینجا یک هنره. خیلیاتون ممکنه هنرهای مختلفی دارید و حتی تو یک هنر گیر نمیکنید، تو اون هنر خاص‌ترید، متفاوت‌ترید، لیدر هستید. قطعا شما لیدرهای خیلی خوبی هستید. ببینیم که رونزها بهتون چه رونزی رو میدن. اینگواز میتونه قطعا به معنی برکاته. ببینید این رونزی که اینجا کشیده، این تصویرش یکی از تصاویر جدیده. رونز اصلی اینه که یک لوزی هست که شاخک‌های بالا پایین داره، به معنی برکت و فرتیلیتیه. میدونید میخواستم یک کلمه‌ای براش پیدا بکنم که برکت تو کل کارت‌های شما هست. ببین چقدر پربرکته. ملکه، 10 جام، ساجیتاریوس، یونیکورن و این حتی این تارهایی که تنیده میشه به معنی ارتباطات، کانکشن هایی هست که تو زندگی برای شما مفیده، منفعت میرسونه بهتون، مثل کانکشن های مالی، بیزنسی، ارتباطات اجتماعی. مثلا شما یه کار کوچولویی که شروع میکنید، استعداد ذاتی شما اینه که خیلی زود دیده میشید. مثلا تو اون کار کلی مشتری براتون میاد، مخاطب میاد، شاگرد میاد. یعنی اون شهرته به خاطر اون انرژی درونی خودتونه که هی رشد میکنه. پس به خاطر همین داره بهتون پیام میده که تو یک چیز گیر نکنید، بزرگتر بیاندیشید، متفاوت‌تر و نترسید از اینکه اون اصل وجودیتون رو نشون بدید. خودتون رو درگیر قاعده و قانون خاصی به خصوص نکنید. ولی این به نظر من این فرتیلیتی یا اینگوازی که به شما داده اصلا درون خودتونه، اون شعله درونیتونه. فقط برکات مادی و موقعیت ها و موفقیت های زندگی نیست. شما در درونتون یک شعله، یک امنیت، یک بیس خیلی قوی دارید. من فکر میکنم کودک درون شما میخواد یک سری اطلاعات، یک سری آگاهی ها به شما بده. خیلی بامزه است. این بچه‌ها با یه دونه از این چوب جادویی چقدر خوشگله. ببینید یک یونیکورن کوچولو اینجاست. خدا کنه بتونید ببینید یک یونیکورن کوچولو اینجاست، انگار اون آرزوهای شماست. و این بچه داره با این چوب جادویی که شبیه اون عصا یا چوب هری پاتره، اینجوری انگار میخواد تبدیلش بکنه اینو به یه یونیکورن واقعی. اینجوری به نظر میاد. انگار آرزوهایی داره، خواسته هایی داره که داره تلاش میکنه اون رو بزرگش بکنه. اون اسباب بازی کوچولو رو میخواد واقعیش بکنه. اون نماد کوچیک رو میخواد تبدیل به یک چیز واقعی و بزرگتر بکنه. و این در وجود شما هست، واقعا هست. شما به خودتون دسترسی پیدا بکنید، استعدادهای ذاتی برای خودتون باز میشه و شما توانایی بزرگتر کردن همه چیز رو دارید، زیباتر کردن همه چیز و یک برکت درونی دارید. به نظر من قدرت مانیفستتون میتونه باشه. مثل کسی که این تیر رو رها میکنه بدون اینکه بترسه به کجا میشینه، چون میدونه هر جایی که بشینه موفقیت، خوشبختیه، برکته و این در وجود شما هست. امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده کنید. دارم میگردم ببینم کارت دیگه ای قرار نبود بردارم، یا برای خودم زمان داره سری میگذره، یا نمیدونم شاید برای شما کوتاه‌تر شد فالتون. ولی من از همه کارت هایی که امروز کلا استفاده کردم. یکی از چیزهایی که خیلی میتونید استفاده بکنید برای اینکه خودتون رو بهتر بشناسید، قطعاً چارتتونه. تفسیر چارت انواع پاکسازی هاست، انواع دانش هایی که شما قطعا اومدید تو این زندگی بهش دسترسی پیدا کنید. میتونید برای آموزش ها، برای خودشناسی، چارت، پاکسازی ها دایرکت بدید. حتما اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و تو کانال های دیگه جوین بشید. میتونید ارتباط داشته باشید و این روزها روزهای خاصیه. من این انرژی خوانی ها رو میگذارم
حسش برام میاد و دوست دارم که اینجوری همه با هم کانکت بشیم. به نظر من شاید حتی چند بار دیگه لازمه که هر انرژی خوانی رو گوش بدید، نگاه بکنید، بیاید کامنت بکنید، حتی بعدها حتی اگر دوباره دیدید بیاید کامنت بکنید که چه تغییراتی داشتید. شما به محض اینکه با خودتون آشنا بشید و از درون اون برکت واقعی، اون شعله واقعی رو پیدا بکنید، در دنیای بیرون خیلی چیزها براتون گسترش پیدا میکنه و بلافاصله شما دیده میشید و شناخته میشید. بلافاصله متفاوت بودنتون نشون داده میشه. حالا چه میخواید مثلا دیده بشید، شناخته بشید، چه صرفا میخواید خوشحال باشید، به هر حال اون خوشحالیه، اون بست پیدا کردن خواسته ها و آرزوها و بزرگتر شدنش در طالع شما هست، تو هر کاری که باشید، تو هر زمینه‌ای که باشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.